برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز و ارجمند، امیدوارم همگی خوب و صحت و سلامت هستید. امیدوار این هستم که در تنظیم و امانی و آسایشتگی هستید. خانه‌تان از همه غل و غش ها تنج و آرام است و امیدوارم که به زمستان در پیش ایستاده خیلی آمادگی خوب دیده اید و در این زمستانی که در پیش است امیدوارم که از کمبودی غذا اذیت نمیکشید، از نارسایی غذا، نبودی سبزوات و دیگر چیزهای ضروری، مالهای طلبات ҳаррӯза شما رنج نمیکشید و امیدوارم که خانه‌تان پر است، انبارتان هم پر است. اما تماشاگران عزیز، چنانه که میبینیم وضعیت را اگر در تاجیکستان بنگریم، وضعیت چیز دیگر را میگوید. وضعیت در تاجیکستان خیلی متشنج است. چیزهایی که خبرهایی که امروز رسانه‌ای شده ایستاده اند این را نشان میدهد که در تاجیکستان نرخ‌ها بالا میروند و دستنگر بودن تاجیکستان به مالهای خارجی، مالهای غذایی خارجی خیلی زیاد است و تاجیکستان بیشتر دستنگری کشورهای خارج است تا اینکه از خارج به تاجیکستان خوراک وارد شود. خصوصا غله 60% آرد را تاجیکستان از خارج وارد میکند. 60% همگی ببخشید، همگی 40% آرد در تاجیکستان حاصل می شود. یعنی غله برای آرد همگی 40% را تامین میکند. خلاص غله‌ای که در تاجیکستان استحصال می شود، جمع آوری کرده می شود، یعنی گندم را. اما تاجیکستان 60% نیازمند به واردات آرد و گندم است. از خارج وقتی که آرد ندارآمد، 60% تاجیکستان، 60% اهالی تاجیکستان اگر به طور دیگر گوییم بی آرد میمانند و آرد تامین نمی شوند. بازارها 60% بازار از آرد خالی می شود. شما فکر کنید که وقتی قزاقستان گفت که من حالا آرد نمیدهم به تاجیکستان، یا کشورهای دیگر گفتند که ما به تاجیکستان آرد نمیدهیم، 60% بازارهای تاجیکستان از آرد خالی می شود. اگر به بازار 10 نفر روند، 4 نفرشان آرد مییابند، 6 نفرشان نمییابند. این ساده کرده گوییم همین خیلی است. به بازار اگر 100 نفر برای آرد خرید روند، به 40 نفرشان آرد میرسد، به 60 نفرشان نمیرسد. همین خیلی است. یعنی وقتی که ما نیازمند به واردات هستیم، حالتمون همین خیلی میشه. و امروز که قزاقستان نرخش را بالا برده است، نرخ سوزشواری هم بالا رفته است. برابر اینکه در قزاقستان نرخ گندم بالا رفت و نرخ آرد بالا رفت، بر ضمن این نرخ سوزشواری هم بالا رفت. وقتی که نرخ سوزشواری بالا رفت، با بالا رفتن نرخ آرد در جایش، باز این نرخ سوزشواری قیمت شده بالای آن زم می شود. وقتی که بالای آن زم شد، نرخ به طور قابل ملاحظه بالا می رود و این رنج را، بالا روی این نرخ را، رنجش را کی می کشد؟ مردم کمبغل. و حالا ببینید این شب روزها کرسی روبل در تاجیکستان قیمتش فرومده ایستاده است. هر سال همین خیل.
هر سال موسم پولفرستی مهاجران سر شد، همین تیرما پولش را جمع میکند به سالش مهاجر و از تیرما فرستادن را سر میکند، از تیرما برگشتن به تاجیکستان را سر میکند. در همین موسم در تاجیکستان ببخشید به طور سنئی قدر روبل پایین کرده می شود، نسبت سومانی قدر روبل پایین کرده می شود، قیمت ها بلند کرده می شوند. وقتی که مهاجر از روسیه به تاجیکستان رفت در همین موسم پولش ببرکه شده می رود. نمیدوند که به این پول بردگیش چند مسئله نقشه های کشیدگیش دری خانه اش را دیگر کند، به گاوش عاقل بپوشد، یا اینکه یک جای خانه اش را نقشه کشیده بود که ریمونت میکند این دفعه از رسیه بیاید این کارها را بکند، یا اینکه آرد بخرد. حتما وقتی که با این نقشه ها با نقشه های عاقل میپوشم امسال در کوچه را دیگه میکنم، دروازه را دیگه میکنم، حولی را سیمنت میکنم، به همین نقشه ها در سر میرود. وقتی که حساب کتاب میکند خورده خوراک زمستان گذرانی را به همه این نقشه هایی که عاقل پوشیدن در کار، حولی را سیمنت کردن در کار، به همه این نقشه ها خط میزند، تا پول نمیموند. 8 سال دیگر میکنم میگوید، حالا سال دیگر الله رزاق، حالا سال دیگر چی میشود الله خودش میداند. برای همین هم تماشابینان عزیز شرایط زندگی در تاجیکستان همین خیلی است. چند نقشه در سر میپروری، اما از بالای تو زیمان به دستان حکومت داران نقشه دیگر دارن. کی تیر ماه میشود و مهاجر به اینجا میباید پول را یک به یک شمرده به ما میدهد. تا رفتن مهاجر به تاجیکستان این منپلیستان آردها را میخرند با نرخ ارزان. مثلا در اول بهارها آردها را خریده توده کرده موندگی هستند، انبارها را پر کرده موندگی هستند، پاماش هایی که کمک های بشردوستانه که به تاجیکستان آمدگی است آنها را هم همین خیلی زیر کرده موندگی هستند. و امروز ها وقتی که موسم برگشت مهاجر به تاجیکستان می شود، موسم پولفرستی مهاجر به تاجیکستان می شود، اینها واهمه میکنند در قزاقستان آرد، نرخ آرد بلند شد، سوزشواری بلند شد، به بازارها میبرند. چرا 3 ماه 4 ماه 5 ماه پیش انبارهای پرکردگیشان را میبرند به بازار، با این واهمه ها پول بیچاره مهاجر را رو به ریش کرده میگیرند. مهاجر بیچاره دیگر علاج ندارد و واهمه را می اندازند، همین خیلی واهمه پراکنی میکنند که حالا از این هم خیلی قیمت شدنش ممکن. حالا این قیمت شوی بس نه، این نرخ حالا خیلی گران شدنش ممکن. این واهمه را اول پخش میکنند در میقیاس جمهوری، بعد در انبار رو میکشویند. حالا آزادی را امروز خوندید، رادیوی آزادی را، عیناً همین گپ شده است، عیناً همین گپ گفته شده است. یعنی نرخ آرد شاید از این هم بالاتر رود، بلندتر رود. وقتی که نرخ آرد از این هم بالاتر رفت، بلندتر رفت، چی میشه حال مهاجر؟ مهاجر همین چیز رو فکر میکند. برای همین وقتی که این خبر پهن میشود که نرخ غذا از این هم بالاتر میرود، آرد از این هم بدتر قیمت میشود و هکذاها، مردم یک باره پول بیدگیش را جمع میکند، میگیرد به دست میدود به سوی بازار، تا اینکه هرچی یک روز پیش هم باشد یک سوم ارزانتر هم باشد میخرد. برای یک سومانی که از قیمت شوی آرد صرفه کرد، اکونوم کرد، میتواند به فرزندش اقلا یک شکلات بخرد. این رو فکر میکند و با همین مردم به سوی بازار میدوند و این منپلیست ها آردهای چند ماه ذخیره کرده اشان را به مردم با همین توطئه پراکنی و واهمه پراکنی به مردم میفروشند و پول مردم را رو به ریش کرده میگیرند. در این حالت بیچاره مهاجری که چند نقشه در سر داشت، چند برنامه داشت،
چند فکر اندیشه داشت، همش رو خط میزند و جای آن آرد، روغن، برنج و همون غذاهایی که طلبات ҳаррӯза هستند و به آنها تاجیک زندگی کرده نمیتواند و همون سخت میکنند. انا برای همین هم تماشابینان عزیز، حالا ببینید در پایتخت اینها گفتند نرخ رو نظارت کنید، باید نرخ بلند برداشته نشود. در ولایت سوغد هم همین خیل، در بختر ولایت ختلون هم عیناً همین خیل است که گفته ایستادن نرخ رو نظارت کرده ایستاده ایم، نباید نرخ بلند برداشته شود. همین نفرانی که گفته ایستادن که نرخ رو ما نظارت کرده ایستاده ایم، این یک گپ درون کاغذ پیچاندگی است. درست است، نرخ رو همین ها نظارت میکنند. یعنی نرخی که در بازار بلند می شود، پست می شود، حالا پست شدنش را هیچ کس شاهد نشده است پست شدن نرخ رو، لیکن نرخ در تاجیکستان بلند شدن میگرد، بلند شوی نرخ رو همین ها نظارت میکنند. همین ها اگر اراده داشته باشند که نرخ از انصاف زیاد بالا نبراید، نرخ بالا نمیبراید، لیکن نظارت اینها چی است؟ اینها چرا نظارت میکنند؟ آرد را از یک نقطه با تمام مقیاس جمهوری پهن میکنند و بلندشوی نرخ آن را نظارت میکنند که چقدر مردم بیگپ با قیمت شوی آرد را خریداری کرده ایستاده است. های این قیمت شد نگفته ایستاده است، نرخ بلند شده است که نگفته ایستاده است. جیم مکک رفته 10 سومان قیمت می شود، 20 سومان قیمت می شود، رفته آرد را خریده ایستاده است. اینها همین رو نظارت میکنند، همین رو نظارت میکنند. امروز مردم جیم به گپکک رفته چند 10 سومان قیمت شد می، 20 سومان قیمت شد می، دم نزده خریده ایستاده است. با فردایش میروند 5 سومان دیگر زم میکنند، باز پس فردایش میروند باز 5 سومان دیگر زم میکنند. همین خیلی قیمت کرده رفتن میگیرند تا اینکه یک بار دادوای مردم براید. دادوای مردم از کجا میبراید؟ در رسانه ها شکایت میکنند، در رسانه ها گپ میزنند، میگویند که آرد قیمت شد دیگه، از این زیاد قیمتش به ما تاب و طاقت نداریم و هاکذاها. در همین حالت اگر چنده که در دیگر کشورها بالاروی نرخ هم به مشاهده میرسد، به قید گرفته میشود، در تاجیکستان وقتی که صدای مردم بلند شد، دادوای مردم برآمد، در حال یک کم می ایستند، ترمز میکنند، یک کمتر ترمز میکنند. یعنی بیست اینکه با سختی بعد مردم قهرش نبراید، با تظاهرات نکنند، با میتینگ نکنند، با کوچه نریزند، با همین یک کمتر ترمز میکنند. مردمی که به اون نرخ پیشتره عادت کردگی بود، الکی ایمونیتت پیدا کردگی بود، در همون نرخ موندنش، به همون نرخی که قیمت شده آمد تا دادش به فلک برآمدن، به همون نرخ ایمونیتت پیدا میکند. با همین نرخ رفته میگیرد یک چند مدت دیگر و وقتی که همه عادت کرده رفت، باز اینها انبار رو میکشویند، باز یک چی میگن واهمه پراکنی میکنن، قیمت میشود. حالا این قیمت شوی بس نیست، از این هم شاید بدتر شود، باز مردم همین خیلی خریده رفتن میگیرد. انا این حال در تاجیکستان، من فقط یک آرد رو مثال آوردم، شرایط همین است تماشابینان عزیز. حالا برای چی من موضوع امروزه رو با علامت سوال گذاشتم؟ موضوع امروزه ما در آخرش علامت سوال است و پرسیده می شود که چرا نرخ آرد و غله و مالهای طلبات ҳаррӯза غذا قیمت می شود؟ برای چی موضوع امروزه با علامت سوال است؟ برای آن که این فکرها، اندیشه هایی که من به شما حاضر گفتم، آیا شما همین حالت را در تاجیکستان حس کرده اید یا نه تماشابینان عزیز؟ آیا من درست میگویم یا نادرست میگویم؟
آیا شما تماشابینان عزیز، خصوصا مهاجرانی که حالا ما رو تماشا کرده ایستاده اید، آیا به همین فکر هستید که در تاجیکستان با سوء استفاده از وضعیت نرخ آرد بلند برداشته می شود، نرخ غذا بلند برداشته می شود؟ یا اینکه شما به این باور هستید و دلیل دارید که در واقع در تاجیکستان وضعیت سوء استفاده نمی شود و شرایط حاضره تاجیکستان همین است که نرخ بالا رود؟ برای همین هم تماشابینان عزیز، از یکایی که شما خواهش میکنم که نفرانی که حالا ما را تماشا کرده ایستادید، ما را گوش کرده ایستادید، از یکایی که تان خواهش من این است که لینک برنامه را به دوستانتان فرستید، به خویش اقربایتان فرستید، در شبکه های اجتماعی پهن کنید تا دیگران به برنامه وارد شوند و ما همراه بحث کنیم. بگذار نفرانی که ضد فکر و اندیشه های ما هستند وارد شوید، ملاحظه هایتان را بگویید و کمتر اگر از وضعیت تاجیکستان خبر دارید، از وضعیت تاجیکستان با خبر هستید و میدونید که چرا نرخ نوا بالا رفته است و به این نظر هستید که هیچ نیاز به نگرانی نیست، نباید نگران بود چون وضعیت نه آنقدر است که ما نگران باشیم، با دلیل صحبت کنید. ما حرفهای شما را گوش میکنیم، استفاده میکنیم و خوبیش هم این میشود که نگرانی ها برطرف میشوند و اگر نفرانی که حتی جانبدار این هستید که به فکر شما حکومت مسئله غذای ذخیره غذای زمستانه یک سیاست درست پیش برده ایستاده است، اگر یگان معلوماتی دارید بیایید ارائه کنید تا تماشابینان ما بشنوند و اگر واقعا معلومات درستی پیشنهاد میکنید این خوب است، چون که برای آرامی جامعه، برای اعتماد جامعه به حکومت خیلی مساعدت میکند. و اما متاسفانه شما این خیل نمی کنید. متاسفانه حکومت داران ما هم واردی غذا به تاجیکستان را منع کردند. حکومت داران گفتم خطا کردم، ببخشید نفرانی که در حکومت کار میکنید اما عضو عائله رئیس جمهور نیستید، مرا ببخشید. یعنی فکری من این است که عائله رئیس جمهور، نفرانی که نزدیک به عائله رئیس جمهور هستند با این تجارت مشغول هستند، من نامشان رو نمیگیرم. میدونیم که ببخشید میدونیم که کیها به این مشغول هستند، منپولی کردگی هستند. انا برای همین هم تماشابینان عزیز از یکایی که شما خواهش میکنم که با دلیل صحبت کنیم و وارد موضوع شویم. حالا یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستادند، یک نفر دیگر توسط استودیو لینک استریمیارد وارد شدن. اول زنگ واتساپ رو قبول میکنیم، بعد از آن صحبت رو ادامه میدهیم. زنگ واتساپ. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شوکت جون، در دولتی که خود در اون دولت یعنی وقت در خود پس نمیره، در دولتی منپول هست، یک گروه همین موضوع اور همه چیزا تگی دست کردگی دیگر کسی میمونن که به اون موضوع در آید. همون نرخ هوایی در همون مثال بزرگی همه رسپولیکا هوایی مستند میکنن. یگان آدمی که کم و کم آرد میگیرد برای نه نمیکنه و نمیمونن کار کنه. برای همون در رسپولیکی ما نرخ فقط بالا میرود، پس رفتن نمیشه. مثلا بعضا وقتی که من در همون یک وقت منم در حکومت شهر دوشنبه کار میکردم، میخواهند که نرخ را پس کنم. این انا خیلی استانا قدمت میکنم که باید کنم خیلی بزرگ ارام میکنم. این که نمیشه باید بزرگ
موضوع باشه. مردم نه اینکه یک گروه یا منپلیستای به انصاف اصلا گپ شما درست است. اونا میبرن محصولات میبرن جمع میکنن، وقتی که مردم از رسید میکنن بعد نرخ میبردارن. بعد دیگر مردمی که پول ندارن، مردمی کمبغل یک زندگی پست بد دارن. برای همون باید که حکومت انتیمونوپول گفتگی کمیته هست که او کار نمی کند. وقتی که میدیوین همون منپلیست، اگر منپلیست که با بولو خوش باشه به هیچ کار کردن نمی کند. اگر آدمایی که از بولو هیچ کنه همه میدیوین بوغی میکنن و بیچاره کمتر پول میچه نگردن بردن. تا وقتی که قانونا هم قریب 75 محصولات میتواند یک کمتر صدایتان شنونده می آید و نهایت من فکرهای شما را گوش کردم. بله متاسفانه همون طوری که هست که شما گفته ایستادید. حالا همینجا یک نفر با نام چی میگوید رحمان تپک نوشته است، با نام رحمان تپک وارد شده است. خواهش میکنم بفرمایید. حالا من باز به شما انشالله نوبت میدیم. حالا همین نفر رو منتظر نکنیم، گوش کنیم که یک کمتر میتونید شما یک بار میکروفون یک بار تلفن رو خاموش کرده از نو زنگ زنید. الو سلام علیکم. موضوع ما است. صداتون خوب است، بفرمایید. خوب است. همین موضوع درباره نرخ نوو میرود نه؟ بله. همین نرخ نوو گفتی همین برادر ما زیرگاه زد یک چیش میگن منپولیا، همه یک دست یک اویله در کار همین نرخ نوو همین بلند شدن چیز همش همین یک اویله که است همین کاره. این نرخ هر سال خیستن میگیره. این مردم ما همین جون کنده و کار کرده و خیچو میکنن خریدن میگیرن. همون گفتی همون یک گولگی دنگرگی که همون یک نونی قاق میخوردیم قیمتش کن همون میمونیم همون نونی قاق. یعنی این مسکوه در کار میکنیم فقط ارد میخریم 500 تومان میکنن 600 تومان میکنن چی خیلی بفورشون کردن میگیرن. بله درست است. این کاری همون حکومت خودشه، کاری یک اویله بیزنس نه بزرگ مونده است نه مونده است نه دای مونده نه که مونده همه را زبط کاری گرفته. این مردمی ما نمیدونم چی شیده یورا چو همین فقط کار میکنن خودشونه بودش کردن نمیتونن. با فکر ما همه خیلی فکر دارم. بله. انا کنون با فکر شما چی باید کرد؟ چی راه‌های هست که با فکر شما پیش راه قیمت شوی ارد گرفته شود؟ الو گوش شنیدید من چی گفتم؟ به نظر شما یکان راهی هست که پیش قیمت شوی ارد رو گرفته شود؟ الو صدق شونه مالش وطندار هستید؟ وطندار بفرمایید. سلام علیکم وکیل شوکت جان خوبه؟ اینجا سلامتی خوب. تشکر با شما. میتوانید به این سوال من نه فکر خودتون رو بگویید، لیکن اگر به این سوال من جواب میگفتید
тамошобинон خب بایلش به سوال شما اگر گرچنده که امکانیت جواب دادن نباشه نه که به فکر خودم جواب میتیم که شوکت مالش در یک حالت نرخ آرد در ما پایان میرود که باید ما مونوپولی را از بین بریم چون که هر محصولاتی لازمیه که در ورود تاجیکستان میشه یعنی ورود مملکت ما میشود از خارج محصولاتی که لازمی هستند داخلیاش حساب نمیکنیم ارد که از خارج ما از قزاقستان و از روسیه و از ازبکستان که داخل میشود هر یک چیزی که محصولاتی که در مرز داخل میشه بیرون از مرز اینا همش مونوپولی هست مونوپولی یک عائله و همین خاطر ما مانند یک رمه گوسپند هستیم اما که مردمی ما تاجیکستان با در نظر وام رنگ رمه رو گوسپندیم و یا گرگن چی خیلی که فورا با ما همو خیلی رفتار میکنن اگر بخواه 500ش میکنن که شوکت که یکون کس گپ میزنه میگه خدا را شکر آرامی ای اخی آرامی چی ای پنسیه 200 سومان یک خونه سوخته خونه خراب 200 سومان پنسیه یک پیر کمپیر ای 400 سومان وای اردش بخیره وای روغنش بگیره شکرش بگیره میبخشی ترسکش بخره یگون جوراب بخره چکو کنه وای بیچاره اینا یگونه راهش باید مونوپولی از بین برده شود باید صاحب کارا و تاجرای داخلی باید ارد از بیرون وقتی که کنکورنسیا بسیار که میشود نرخ پایون میره که شوکت وقتی که کنکورنسیا نیست اینا فکر داخل کنی اگر شما یک سه مونوپولی کنه بغیر شما یگون کس که نفروشه در همون مملکت برداشتنش میگیری برای کیسه خودت فکر من هم که شوکت حالا ببینید در روسیه اینی حال اردی نوعی یعنی ویشی سورت یعنی نوعی عالی 1 کیلوگرمش 23 روبل 80 کپیک است 1 کیلوگرم ارد به حساب میونه اردی نوعی عالی 23 روبل 80 کپیک است یکم اردی نوعی یکم 22 روبل 50 کپیک است انگرون ببینید که اردی درجه عالی 23 روبل 80 کپیک باشد اگر این 50 کیلوگرمش 185 روبل میشد خب 150 کیلوگرمش 185 سومونی میشد تقریبا 185 سومونی اگر به پولی سومونی برگردونیم تقریبا 185 سومون 180 سومون میخواد یعنی اردی که در روسیه اردی درجه عالی در روسیه یک قبچه ای 50 کیلوگرمش یک برابری پولی سومونی برابری 180 سومونی است در تاجیکستان همین نوعی ارد 300 سومونی است 300 سومونی قریب 2 برابر زیاد از همون انبارهای مهاجری که در روسیه هست حالا در روسیه زندگی میکند مهاجری که در روسیه زندگی میکند آیا آماده است که این کارها بسیار چیهای اقدام های سیاسی دارند یعنی با یعنی مهاجران را نمیخواهند که به تاجیکستان برگردند یک مهاجری که میبیند که یک قابچه آرد را میتواند در روسیه به 180 سومانی بخرد آیا آماده است که هم راهکرا کند رود زمستان گذرانید و در حالت زمستان گذرانیش به 300 سومانی آرد بخرد البته مهاجر این را فکر میکند و از بحر به تاجیکستان رفتن میبراید و در روسیه میماند خصوصا به عائله‌اش رفته باشد هیچ حاضر نمیشود که به تاجیکستان بیاید چون که هم راهکرا میکنی هم به تاجیکستان میروی اردی که به 1 سوم میخریدی در تاجیکستان به 2 سوم میخری اردی که به
180 сомонӣ дар Русия мехаридӣ, меравӣ дар Тоҷикистон 300 сомонӣ мехарӣ, 290 сомонӣ мехарӣ. Ака Шавкат, иҷа як гапа, иҷа фарқ байни Тоҷикистон Русияро бояд як чиза монем ки дар Русия мисол за маоши миёнаи ҳар як шаҳрванд аз 30,000 40,000 боло ай. Ҳамтане болост. Хай Тоҷикистон бибин ки маоши миёнаш 1000 сомон болоай то 1500 сомон бигем. Ана эра ҳисоб китоб кун. این هم چیز دیگر است، یک مسئله دیگر است که اون که معاش زیاد است، مردم جای کار یافته کار کرده پول یافته میتواند، نرخ محصولات، نرخ غذا در روسیه ارزانتر نسبت به تاجیکستان است که در تاجیکستان نه جای کار یافته میتونی، نه اگر هم کار یافتی نرخ کارت 3-1 حصه نرخ کار در روسیه است، 10-1 حصه هم باشد خطا نمیکنم. 5000 سومون باشه اگر معاش مایلش 250 شود 300 شود مشکلی نیست. 5000 6000 سومون اگر باشد معاشی یا ماه مایلش شود چندی که بالا رود یگان چی مشکلی نیست. وقتی که در حالتی که 1000 سومون و 1500 سومونی میگیری باور که این یک جبر، یک ظلم، یک بدبختی است. بله. حالا ببینید در قزاقستان معاش شهروندان قزاقستان معاششان حتی از معاش شهروندان روسیه بالاتر است. بله. معاششان از معاش شهروندان روسیه بالاتر است، اما وقتی که این گونه حالت ها می بیاید قزاقستان بیشتر کوشش میکند که پیش از همه شهروندان خودش رو تامین کند. حتی اگر در یاد داشته باشید چند ماه پیشتر صادرات سوزشواری را به کشورهای آسیای میانه قزاقستان منع کرد. صادرات را به خاطر چی؟ به خاطر آن که خواست که پیش از همه برای نارضایت مردم بلند نشدن، پیش از همه خواست که بازار داخلی خودش را به سوزشواری تامین کند. اگر فرض کرده بازار داخلی قزاقستان اگر به سوزشواری تامین نشود، به خوراک تامین نشود، ببینید نارضایت مردم بالا می رود. حالا در ما از موضوع کمتر اون طرفتر بروم، حالا در ما ببینید اینترنت رنگ سنگ پوشت کار میکند، مردم جیم آرام است. تمام مسائل مربوط به اینترنت همه محدود است، زیر نظارت است. حتی همین یوتیوبرهای و کسانی که شبکه اجتماعی دارند در تاجیکستان از آنها طلب کرده شده است که باید انداز سپارند، خودشان را ثبت نام کنند و هکذاها. حالا ببینید همین چیز وقتی که در قزاقستان شد، الکی جامعه شهروندی ضد همین قانون، همین روز خبرش رو خواندم که ضد قانون الکی امضا جمع کرده ایستادند. ادوکات ها سربالا کردگی هستند، جامعه شهروندی، حقوقدان ها، حقوق شناس ها جمع شده، متحد شده، امضا جمع کرده ایستادند که این قانون باید پیاده نشود. در ما هرچی آمد خوش آمد، هرچی وزنینی آمد تاجیکی بیچاره دست پیش بر قبول میکند. حالا بیایید برادر یونس را که با سیمای خودشان اینجا وارد استودیو شدند حرفشان را گوش کنیم، باز صحبت رو دوام میدیم. یک نفر از واتساپ هم زنگ زده ایستادند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکا شوکت محمد سلام خود را میرسونیم به بینندگان. اکا شوکت همین موضوع درباره چی بود؟ اگر نو در اومدیم دیگه موضوع ما درباره نرخ و نوا و قیمت شوی غذا در تاجیکستان، خصوصا آرد و غله. ما هم درباره همین صحبت کردم بودم. باور که تاجیکستان هم خیلی نشاطی همین نرخ نوا به حد خستگی گفتنیم که ایمینا کسات سمیکنه با پریزیدنت امامعلی رحمان گفتنیم با امامعلی خلق بیچاره تاکی تخدش کمبغله بیچاره نون نیفته سه یگون زواد و فابریکا نداری خیلی همون ارد قلن ارزان که نخو ارد یک قبچور 300 سومون این بیوار ای ایروی انصاف نیست. یک مایده خودش همون امامعلی یگون بر خودش نمیخره، یگون قبچه ارده، یگون کیلو روغن میخره که
این در فکر مردم باشه او در فکر مردم نیست. گفتنیم با مردم تاجیکستان که مردم تاجیکستانی همش گناهگاری ای خودمونه. اگر که ما گناهگار که نباشیم، اگر باید همه کسا بخیزیم، باید ای چیخمون باید دفاع کنیم که نخواه که یک اردی قدر قیمت شود. این خلق کمبغل ای که جا میوه میخوره یا بار با خلق فکر میکنه مرده رام داره با خلقش یا نداره، یا که بابشت از یا ظالمی این ظالم همی بوار که دیلش میسوزه با خلقش، این بوار که با خلقش دیلش نمیسوزه. ایره من نمیدونم دیگه چی بگیم. شوخی ایجاد فقط همی خلق اگر این نیست و خلق خیزه یک بگه که پس که نیوژلی که در ازبکستان هم سویه مویو که قرغستان چی با در اوجا کم نرخ نو ارزان ایو ایمینه در تاجیکستان قیمت سببش در چیست؟ بله. سبب نداره برای که وقتشان یک احمق و یک بود نمیبونه که یک خلقی بگونه ایگه بگیره بیاره امور در تاجیکستان در بدروره ارزانتر او بیچوره را میگیرن تورت پرتش میکنن، بیچوره یگونش نمیکنن. برای هم گفتنیم که امام مالک خدازاده به ایمان پس که یک کم رمی خلق بخور او یا به ایمان آدم بده نخور رمی خلق نخری خدازاده به ایمان خدا اکو جان تماس کنه شرک حرام و قیمت چی بگومش دیگه او را. حالا ببینید در همین قزاقستان هم نرخ ارد تقریبا 1 کیلو نرخ ارد 140 تنگه است. تقریبا 3 سومون و 85 درمی ما است. 3 سومون و 85 درمی ما چند پول میشه؟ تقریبا 190 سومون. بله. این در سر یک خب 400 سومون بونه با خدا. حالا ببینید در تاجیکستان میرود الکی 290 سومونی همین ارد میرود در تاجیکستان 290 سومون میشود. من در روسی در خود قزاقستان من سایت ساتو نشان داده ایستاده است که مکا ویسیو سورت 50 کیلوگرم حتی 1 کیلویش 140 تنگه بوده است. 140 تنگه انا کنون همین 140 تنگه و کورس سومونی تقریبا 3 سومونی و 73 درم 70 درم همین خیلی است. ببینید همین 180 سومون همین خیلی میشود یک خلطه بود میبرن در تاجیکستان 290 سومون 300 سومون و زیاده از 300 سومون کرده ایستادن. نخود یک اردی که حالا این در بازار است نرخ این اپتوم یعنی نرخ یک لخت نه، نرخی که در مغازه ها مردم میتواند خریداری کنند در قزاقستان 180 سومونی است. همچنین شما تصور کنید که نخود اردی که شما یک لخت میخرید البته که باشد 150 سومونی با قرب پول سومونی شاید 160 سومونی باشد و هر خلطه ارد رفت تقریبا به هر خلطه ارد در راه 40 سومونی صرف شد. فرض کردیم بگذار من باوری دارم همین 15-20 سومونی صرف می شود به هر خلطه ارد، از این زیاد نمی شود. رفت فرض کردیم 40 سومونی دیگر مصرف شد 200 سومونی شد یا 20 سومون 30 سومون صرف کردید یک لوح 160 سومون خریدید 40 سومون بر راه صرف شد 200 سومون شد 200 سومون شد اقلا 220 کنید 230 کنید نخود 290 300 کنید نخود باز بالای نرخ 30% دیگه نخونید چی گپ است خودش این اگر شوکت بکنیم فقط خلق زندگی مردم انصافتان رو خواه خورده است. نرخ ارد گفته در قزاقستان قیمت شد برای همین قیمت کردیم. نرخ ارد رو ما دیده ایستادیم عصر اینترنت است همین طریقه که میزنی نرخ رو میبرد. حالا من از همین جا از درون خونم میتوانم یک 100 تن 150 تن 1000 تن ارد خریداری کنم اگر مبلغم باشد پولم باشد. نشانی خونم رو میگویم نشانی انبارم رو میگویم آورد پولم میگذارونم آورده خالی میکنم و از همین جایی ایستادم از درون خونه من در بازار قزاقستان
нархи орд чанд пул аст? дида истодам дар бозори русия нархи орд чанд пул аст, дар бозори тоҷикистон нархи орд чанд пул аст? ман дида истодам. шумо киро фиреб мекунед? шумо ба кисаи мардум чашм духтаед, яъне дар ғорати мардум ҳастед, мардумро ғорат карда истодед, раҳматонро хок хӯрда аст, раҳм надоред, шумо золим ҳастед, шумо ба мардум зулм мекунед, кисаи мардумро рӯбу реш мекунед. магар ҳамин ҳукуматдорӣ шуд. ҳоло юнусҷон як занг аз ватсап омада истода аст, зангро қабул кунем, боз суҳбат мекунем. аминҷон, патриот, тоҷикистон ва дигарон суҳбат мекунем иншоалло. алло, салому алайкум ака. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. зинда боши ака. овози ма хуб аст? алҳамдулиллоҳ, умедворам шумо ҳам хуб бошед. иншоаллоҳ. худованд нигаҳбони шумо боша ва нигаҳбони аҳли мардуми тоҷик. ман ҳамира гуфтанем ки ман соли 2004 то нами ҳозир муҳоҷирам ва ай соли 2014 орд мехарам. аслан то ҳам 2014 нон мехаридем, ҳозир орд мехарем. ва ай соли 2014 то ҳами 2021 аввал буд орд 758 сум дар Русия, ҳозир шуд 1100 сум. мегӯяд ки дар муддати чанд сол чанд қадар афзоиш ёфт, вале на он қадар бисёр. дар тоҷикистон ҳатто таршавиш қиматшавиш 6 сум дар муддати 3 моҳ даже мумкин ки ба наздики 400 сум монад. ва ҳозир дар ами Россия ай бозори Қудсити ака мо мегирем нархи Қудсаи орд якм 1100 сум. 1100 сум ба тоҷики бизанем чанд сум мешава ака? ин маоши хуб мо дар иҷа дорем. ма дар Тоҷикистон бародар 8 фарзанд дорам. ма чхел ҳамвора ба ҳамун нархе ки ҳозир шидеста чхел ма обеспеч мекунам ака. як ҳамун чопулусе ки меверанҷа гап безанам ҳамиҷа сухан кунам ки мо чхел ҳамун Тоҷикистон ба ҳамун нархи наво ё руған ё орд чизе набошад ба нархи гарон. имрӯз президенти мо дар майдонҳо чеву, кадову, бодринг, баклажон афтов карда намоиш карда ки гӯё мо серем. бале. зинда боши ака. ҳоло бубинед гуфта истода ки дар тоҷикистон 40% ордро худаш таъмин мекунад. дар тоҷикистон мисли оморе ки ҳаст, масалан агар боло бубинед, ман оморро ҳамин ҷо ба шумо нишон медиҳам. дар тоҷикистон тақрибан 850 000 тонна ҳамин сол ғалла ҷамъоварӣ карда шудааст. 850 000 тонна. анакунун ҳамина мегӯянд ки то ҳамин 24 сентябр ин гузориш шудааст. мегӯянд ки 836 000 тонна ғалла ҷамъоварӣ шудааст, яъне то 24 сентябр ва то ҳол 850 000 тонна. шумо бубинед 850 000 тонна ҷамъ шудааст, яъне ва гуфта истоданд ки 40% ниёзи Тоҷикистон ба ордро дар дохили Тоҷикистон истеҳсол мекунад. ман ба ин боварӣ надорам. лекин ба ҳар ҳол ин чизро ҳукумат гуфта истодааст. мана чизе ки ҳаст дар инҷо ман бароятон мехонам. мана тибқи маълумоти раёсати зироатҳои вазорати кишоварзии Тоҷикистон мисол дар майдони 7568 гектар ғалладона киш карда шудааст. аз ин майдон мана нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 5811 гектар зиёд аст. воҳима карда истоданд. анакун шумо бинед аз соли гузашта дар ҳамин давра аз нисбати соли гузашта соли 2020 28174 тонна яъне ғалла зиёд ҷамъоварӣ карда шудааст. вақте ки 28174 тонна шумо ғалларо зиёд гирифтаед, пас барои чӣ нарх қимат мешавад? гуфтед ки сӯзишворӣ. хар сӯзишворӣ охир бо 1 литр бензин мошин чанд километр меравад? як бор ҳисоб карда бароед як орд Тоҷикистон рафтан чанд қадар барои як халта орд
پول مصرف می شود. با بالای ارد بچوشید، مالش انصافتان رو خورد، مالش بگیرید روکرو رو و باقی یک فایدهتون رو مونید که نه سیخ سوزد نه کباب سوزد. اقلا در همین شب روز در حالت پاندمی بیچاره مهاجر برآمده کار کرده نمیتواند، همه جا دهان بسته، مغازه دهان بسته، کار دهان بسته، به یک حال زوره بیچاره کار میکند. یک گفتی روزها وزیم پنیمانی باید باشد بین حکومت بین مردم. آخر انصافتان رو خورد، تمام تجارت رو مناپولی کردید. وگرنه اگر شما مناپولی نکرده باشید، حالا به همه مهاجرانی که به تاجیکستان رفته ایستادن حق دهید. چقدر ماشین ها به تاجیکستان رفته آمد کرده ایستاده است. مثلا گریم از تاجیکستان بار میبرد به روسیه، از روسیه بار مردم رو جمع میکند به تاجیکستان میبرد. به همین مردم حق دهید که خورد خوراکش رو خودش تامین کند، غذا رو به تاجیکستان خودش وارد کند. باور کنید از شما هیچ کس بار نمیخرد. 5 چیپته و 10 5 قابچه و 10 قابچه 15 قابچه و 20 قابچه ارد خودش رو میگیرد میبرد مردم. خودش رو خودش تامین میکند به یک نرخ ارزانه. هم خودش میرود، هم غذاش رو با خودش میبرد و هم اونهایی که باور کنید به کشانیدن انتقال بار مشغول هستند، آنها غذا میکشانند به تاجیکستان و یک رقابت سالم در تاجیکستان به میان میباید. بازارهای تاجیکستان پر از غذای ارزان میشود، به شما نان نمیماند. برای همین شما مردم رو نمیمونید نه غذایش را خودش وارد کنند از بیرون و یک نرخ دسترسی به مردم موافق را پیشکش میکنید. خون مردم را مکیدان میگیرید. آخر نرخ از دیروزه 10 سومون، در بعض جاها 20 سومون، در بعض جاها 30 سومون، 40 50 سومون فرق کرده ایستاده است در یک دو روز. حالا نفرانی هم که بارشان را یک ماه پیش اردشان را در آورده بودند، هیچ قیمت شوی سوزشواری با آنها ربط ندارد، به همین نرخ‌های همین روزه 290 و 300 بار فروخته ایستادند. حالا ببینید این بی‌نهایت بی‌انصافی است. برادران بفرمایید اینجا. سلام علیکم آقای شوکت. گپ زدن حسن مراد علی خان عباس خانوف. بعد از اون آقای شوکت سلام علیکم. الله برکاته. آقا جان ممکنه ما فکرانی خودمون گپ زنیم؟ مالش بفرمایید برادر عزیز. همین ما مسکو دا کار میکنیم آقا، استرویکا کار میکنیم، 45,000 رولیگ میگیریم. باور کنی آقا 5,000 کوارتیرا میتی، 5,000 پاتین میتی، 5,000 میخری، اینا 25,000 20,000 خونه روی میکنیم. باور کنی آقا یک ماه نمیرسونه. این چی اردای 300 سومون، 290 سومون، ساوزی 12 سومون. باور میکنی آقا همین 5-6 ماه اخیر خونه ما وابشه اوشا ندیده. میگه ساوزی قیمت بچم چه خیلی اوش کنم. ای در کجا توغری میگیره؟ تو که ای مردم ای خیلی ظلم میکنه. مردم ما با خب کرده میشینه نمیخیزه یگون آدم زنده خیزه با قفوش خیزیم همه کسا خیزیم اکا. کامپیوتر مرا پیوست کنید برادر. ببینید من سایت قزاقستان ببینید اردی ویش سورت منه 140 تانگه است 1 کیلوگرمش. 140 تانگه 1 کیلوگرمش. بیاید همین کنورتاسیا بکنیم. کنورتاسیا 140 تانگه 3 سومون و 73 درام میشود. 3 سومون و 73 درام میشود. انا کل ببینید در کالکولیاتور میزنیم 3 سومون و 73 درام ضربی یک خلط آوردی 50 کیلوگرمه. 50 کیلو برابر 186 سومون. 186 سومون نرخ ارد.
خیر بولش 25 سومونی دیگر مون حالا اینا 186 سومونی این نرخ بازار در بازار است، در مگزین، در اینترنت مگزین است. همین نقطه تگمه کوپیت رو زیر میکنی، پخش میکنی، اونجا نشون میده چگونه باید خری. منه افرمید زکات میکنی، به خونه آورده آدرس خونه رو نشون میدی، آورده میپرتوید در قزاقستان. و قزاقستان اکا خیلی ببینید وقتی که یک خلطه ارد در بازار 6 سومونی است، شاید نرخ یک لخت آن 160 سومونی باشد، شاید از وی ارزانتر باشد. چخیلی که گفتم نه با همین توکای همیخه دوام میکنه که باور کنین ما هم بیزور شدیم، خر باری کار میکنیم در اشکام و نمیخریم، روی میکنیم نمیرسونه یا اولاد نمیرسونه. اینا 25,000 راسیسکش مثال چند قد توچکی میشه، 3,500 اینا 3,000 3,500 توچکی میشه و نمیرسونه. باور میکنه که بله. حالا یا گویلاد 6 نفر بسیار است، 6 نفر در همون 6 نفر نمیرسونه. یک اردش قیمت روغنش 5 لیتر میگیرد 126 سوم 128 سوم. این در کجا توغری میگیره؟ درست برادر عزیز مرادی خان. حالا تاجیکستان رو بشنویم. تاجیکستان چی میگفته باشند؟ تاجیکستان فکر شما رو شنویم. سلام علیکم اکا شفقت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم برادرای مبارز. زنده باشید. کلیم باید با بلندش کنم. کان شبزن مومانی رامون یا اینترنت تک بلند کن همه خیزن اکو پس چکن میمرن خلق بخیزن اوخی. در واقع شما درست میگوید، یا با دیوانه نکاو گفتن یا با گروسنه. با بزنم این یفت دمی چیزی خلقه که اینمی کم شگش نمیمونه که سرش بالا کار نتونه. خوب شد میکنن. اوز میگه که موضوع مونیم خروری کار میکنیم. خروری کار نکه به خبره اوجا روز بیست بر مردم ده. به خیزنده گب زنین. ایش میگه خروری کار میکنیم سمونه میرسه. مردن خیلی خلق بیای بی نموس هم همه بی نموس های. همه بی نموسی. ای ارد میگنن، ای روغن میگنن، ای همه چی شیوخی. سویتش نباشه، بنزینش نباشه، دیگر چی چیزش مونده که نکده باشن بلند قیمت. ممکنه اکا شوکت گاب زنم برادر قطعی اکا. بیو گاب زکا. امی خودت ای دوری های هوی میکنی فهمدستی. بیا تو با تاجیکستان من بروم درباره تیما میبرو مرا میبره محکم میکنه. تو فهمدستی یک از دو کس قطعی نمیشوه انسان. من نگفتستم، من همه خلقه گفتستم. نه توزی گفتی که کیرا؟ گوش که بی اینترنت قیمت کن زنکو خیستن چی با نبردن محکم کنن؟ با اینترنت گردوندن ارزون کن کو. اینترنت شکم ترا سر نکنه یادم. اینترنت در کار نیسته. سر نکدن ترا خیستن امو مردکو خیستن امو ادمو خیستن گرفتن ارزونش کن. برای چی؟ برای ارد نمیخیزن، برای روغنش نمیخیزن، برای بنزینش نمیخیزن، برای دیگر چیزش نمیخیزن. اینا ما میگم گوش که اینا ما میگم همینجا صبر کنین. امین جان رو شنویم. امین بفرمایید. امین شما چه فکر دارید؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر جان اینجا یک گپه که ما در دور میشینیم و مقصد گپ میزنیم. این یک جد آدم خوب است که مقصد همین برنامه‌مون اگر همین اگه تاجیکستانی چی بفهمه مقصد یا چی ما بفهمه میگیره. نه که یکمش دیمش که ما همین روزش میشه که انشالله گفتی هم برادر وری یه روز میشه که انشالله مردم میسته مردم همین مردم تاجیک هم خیلی هست که میسته بعد یکی میشه هر روز انشالله یک توها زیره همین بعضی همینجا مخالف همین اصل هم تاجیکستانی ها که همینجا گپ میزنن به خدا قسم میگوشونه بچه ها این هم قوازبینی این ایجاش خیلی میفهمون شون کو بولم خوب فهمیدی میگه که با جنگ شوه اگر فقط نمی جنگ آخه ما در دستمون автомат نداشته باشیم سالهای پیشتر واری ایو طرف автомат داره ایو طرف
همون سالدات ملیسایی هست که مقصد هم کارگرای خودمونه، مقصد همی بچه و پسرا یا مقصد پدر و مادرای خودمونه همون طرفی. این مقصد پدر ما هم همی که ما در کار میکنن که ما اگر همون ما هم یه روزی که بشوه که ما برم اگر پدر ما هیچ وقت به سن ما رفت ما نمیکشه که نه اکا جون. انا گپ در سریه که ما باید هرگز مقصد همین خلق ما ایرانم که برای چی این همین ترس در دلشون گرفتن همین سالهای 74 این 4 تا دام را ساخته، این 4 تا دام ما را سر نمیکن. معلم و معلمه را خانه دادن و الله قسم اینا میگه باید روزه را 30 خانواده یا 200 خانواده را خانه بیرون کردن. بیچارهش میگه که من معلم بدم خیلی مقصد 30 سال 40 سال من همینجا خدمت کردم در جای همون طرف های خط لندن خانه شون دادن. هم خانه شون هم بیچاره میگه این طریق کراسکه سفید کگی بود خدمون گرفتیم عبای پبایش کردیم همون خانه را دادنشون با عبرت نه اینا بیچاره را کار سر کرده سنه با خانه را گرفته سن. یعنی خلق اوجه انمی چین عین شای ممکن همینجا اگر هم خلق که اگر برادر و عذر بسیار میبخشین همتون. یک دقیقه اکا شوکت مایل اکا شوکت یا چی را میگونده من میبرم میبخشین نشنیم ای بچو سومی مسکوا بود نمیشوه امیره بخیزین همه کسا بخیزیم بریم بخیزیم همه کسا هممون با دهن میگیم و عمل نیست. بعد اینجا میشینیم رنگ همون چیوری برای ای بچو یا اینترنت قیمت کن زنکو بر اومدن زنکو نبیره بلوگرو کردن بلوگرو همین تاجیکستان نگاه که برای پرسموتر برای چیزی چون کردن خیستان مقصد برای مقصد ما را تماشا کنن گفتن این بلوگرو گوش که برادر اما بلوگروان توجیکن اما بلوگروان توجیکن مسلمانان اکا شوکت برای چی برای یوش نمیکنن. یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستاده است با صحبت هم با بحث همراه کنیم شاید همین گپ های شما نادرست است به فکرش که خیلی بله کو قبول کن. الو زنگ واتساپ الو السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام و درودی به پایان خود را به همه شما میرسانم. من همچون زن همچون مادر شهروند جمهوری تاجیکستان زاده ناحیه فیض‌آباد. در تاجیکستان هستید یا در روسیه؟ اکا جان من 4 سال میشه تاجیکستان را ندیدم. بفرمایید. اکا جان درباره همین نرخ نوا گفتن، درباره همین پنسه گفتن. اکا جان اول درباره هر چی سخن میکنیم اگر اجازت باشه پدری من 38 سال سطح کاری دارم. نه که اومدن اکا برای چی پدری من دیگه مبلغ نداشت 134 سومانی پنسش کردن. ما در اویله 5 نفر فرزندیم، 1 پسر 4 تا دختر. نه که حاضی ما همین دخترها فقط مبارزه برده استیم اکران. برای چی که ما در قسمت پدر ما اسورگیم 134 سومانی در یکم جا راست نمیگیره. 4 سال شد مرده برادر ندیدیم، مرده مادر ندیدیم، ای فرزندو دور، ای پدر. حاضر 1 لیمچه آردی زن میزنم اکا جان 1 لیمچه آردی 180 سومان شدگی ای در یکم جا راست نمیویه اکا جان. باور میکنین مردمی ما رنگی متهمن بخیزین همه کسا بخیزین یک کس و یک کس صدا نمیبرویه و یک کس آردم همه خشیده روغن هم همه خشیده 36 هزار اویلیگ میگیرم 36 هزار اویلیگ میگیرم نه که نمیرسه. 4 سال شد وطن ندیدم. هر روز او دیدم در پره رو من هر روز خواب باور کنین خانه ایسو پتین غمیتن ایسو رگیسترس غمیتن نکنی نمیشوه. او چوبه برای زنا در تاجیکستان جای کار نیست.
چوبا یگون برناموس نیست که برویا بگه که اینا زنا مثال مهاجرت ملتی نروین و بیاین دمیجا کار کنین. ما چی تا مردو را دست دادیم. ما چه بسیار مردای برناموسی ما در همین مسکو اردوهاشون آوردن. با بالا که قیمت کرده گنا که باور میکنین من یکم باشید همین برنامه گپ میزنم اکا جان در هیجانم التماس وقت باور میکنی هم چوزن همین نرخ نوار میبینم همین زندگی دلم خنک شود. درست. آپا جان بخیزین همه اکا جان همه بخیزین اکا جان یک مسئله دیگه وقتی که اکا ایزد امونه قپیدن همه توجیکا خستن گفت چوبا یگون کس دبری اکا ایزد امونه ایستودین چوبا یگون کس ایزد امونه شده نتونستین کنی مردای بناموسی ما کنی ایدور لاف همه زده میتونن همه ایدور میگه که مزورم نه که پیش رفتن در کار کنی برادری ما خوب بود گنده بود درباری توجیکا بود در همین کرونا ویروس درباری توجیکا بود من یکم بار دمی برنامه همه برنامه یکم بار دمی برنامه همین اکا برآمد میکنم برای چی من بسیار در دلم بسیار است من میخوام که همین آشکارا صحبت کنم من میخوام دیگه نمیترسم دیگه یکم نه حکومتش میترسم نه یکی همچون زن من من یاشم گفتیم گفا نه که من در مسکو گفتی گفا که برای پدرم چیده کار میکنم که پدری من کسلک واقعا شما قهرمانید شما مادرها شما خواهران هستید که حالا مردانه رفتار میکنید زن تاجیک به زن تاجیک به مادر تاجیک به خواهر تاجیک این حکومتداران ما این حالت را آوردن که زن تاجیک مادر تاجیک دختر تاجیک کیها دختر بودنش رو از جنسیتی بودنش رو فراموش کرده است یعنی تمام وزنیلی هایی که بسر یک مرد است بسر زن هم بر کرده است این واقعا باعث تأسف است واقعا نگران کننده است و این زنی که امروز ما این حکومت جمهوری تاجیکستان وقتی که کورنوشایم است از اون نوبرو است و به زن تاجیک این گونه رفتار میکند که زن تاجیک تا به این حالت آمده رسد که کارهای مردانه را به عهده بگیرد و کارهای مردانه را اجرا کند سالمیت را از دست میدهد سلامتیش را از دست میدهد از تربیت فرزندانش دور میماند از تربیت فرزندان به دور میماند و این همه این سبب میشود که یک ملت رو به ناسالمی بیارد رو به نابودی بیارد رو به نابود شوی بیارد وقتی که حکومتدار به چنین حالت ملت را روبرو میکند یعنی به نابودی روبرو میکند این حکومت خائن نبوده است کسانی که حقشان را طلب میکنند و مادرانی که میبرند میگویند حق مرا بده و نفران میگویند که این مادر را این خواهر تو است این مادر تو است این زن تو است نباید این گونه رفتار کنی نباید این گونه بالای زن ظلم کنی بالای ملت بالای مردم بالای شهروند ظلم کنی وقتی این گپ را گفتی تو خائنی اما این ظلم و این کلفت را بالای ملت آوردگی ها غذا را منپول کرده به هیچ کس فروختن نمانده خودشان به کدام نرخ خواهند فروخته کیسه مردم را رو به ریش کرده تمام بود هستی مردم را رو به ریش کرده گرفته زندگی به سر میبرند قصر و کشک میپوشند اینها خائن نیستند اینها دشمن ملت نیستند اینها ظالم نیستند دیگرها ظالم است دیگرها خائن است این خیلی یک گرفتار یک سیاست شده که تفسیرش و نمونهش نیست اندر جهان است در هیچ کجای دنیا وجود ندارد هم اینها بالای مردم ظلم میکنند و هم مردم چی است متهم اینو است برادر نسیم دولتوف بفرمایید نسیم دولتوف سلام علیکم اکای شوکت جان سلام علیکم برکاتو موضوع بسیار موضوع خوب و من چی گفتنی هستم
من همین گفتنی هستم که اگر که امروز به تاجیکستان ما ارد از خارجه وارد شود، خب اگر اینا بهانه کنن که در خارجه قیمت شده است ارد و ارد قیمت میفروشن، روغن که از خارجه وارد نمیشود به تاجیکستان. روغن مال خود ما است، پختر خود ما مردم میچینن، همه خود مال تاجیکستان است، از خارج نیست. برای چی روغن به 115 118 123 سامانی رسیده است؟ 5 لیتر روغن 5 لیتری راو نیست، یامو 400 میبروید. من در شهر مسکو کار میکنم، نزدیکی متروی چسکا اویا پارک میگن، یک اشانی کلان در پیش خونه مونه، یک روغن 5 لیتر استاندارد نی 5 لیتر 500 چند روبل میخرمش که با پول خودمان 85 سامانی میشود. برای چی در روسیه وقتی که معاش من 56,000 روبل است، یک 5 لیتر روغن 85 سامانی است، در تاجیکستان معاش معلم 850 سامانی یا 1200 سامانی است، یک خلطه ارد 285 سامان. با خدا قسم یک خلطه ارد همین اشان، خب اردای همو 2 کیلو هستن، امرو اگر که 50 کیلو حسابش بکنیم 1040 روبل میخرمش، با پول خودمان همو بگیم 160 سامانی میشود. برای چی خیلی همینجا فهمیده میشه، به همه معلوم است که همه چی را مناپولیا کردگی هستند. دامادای رحمانوف، دخترای رحمانوف، نمیدونم خسر بچه های رحمانوف، همه در دست یک خانواده است، یک عائله است. اگر رحمانوف واقعا غمخواری ملت باشد، وطن دوست باشد، ملت دوست باشد، باید که همین مناپولیا را از بین ببره که مردم یک زندگی خوب داشته باشند، با گفتی خودش زندگی شایسته داشته باشند. این خیلی که نمیشه و زندگی شایسته داشت. با خدا قسم حیران میشه در این کاروبار رحمان. وقتی که میبینید این دپوتات های ما مردگی هن، نمیدونم کجا شدگی هن، یک نفر نمیبراید صدا بلند بکنه که شما چیکار دارین میکنین. دپوتات ها از بودجه کشور معاش میگیرن، همه خاموشن، مردن. چی لازم است برای ما هم خیلی دپوتات، هم خیلی وزیر و جزیر و دیگرش. حیران میشه به خدا قسم. خب یگان نفر باشه اگر صحبت بکنیم برادر. معلش دوستان، حالا ببینید در روسیه نرخی روغن را شما گفتید، نرخی روغن که در روسیه هست، مثلا گریم در تاجیکستان چند برابرش قیمت است؟ مینیمم 1 برابر قیمت است نرخ. بله بله. انا که شما نگاه کنید، وقتی که نرخ روغن، نرخ آرد و نرخ دیگر غذا را در تاجیکستان 2 برابر قیمت نشان میدهند، مهاجری که به تاجیکستان رفتنی است، حالا ببینید یک سخن امام علی رحمان را به یادتان بیارید، مهاجری که به تاجیکستان رفتنی است فکر میکنم میگوید که من از اینجا بروم، باز راه رو کرده بروم، باز همون نرخی که 2 برابر است او رو خریداری کنم، با اون زندگی کنم، به من چی نمیرسد؟ همینجا میمونم و همینجا زندگی میکنم، اون نرخ راهروی که رفته میبیایم به فرزندانم میفرستم، فرزندانم میبیایم همون نرخ راهروی که من برای زمستان گذرانی میروم، در همینجا میمونم. و یادتون هست امام علی رحمان سال گذشته بود، به فکرم سال 2019 بود، گفته بود که زود آمدن فایده ندارد، 2 سال 3 سال به یک بار بیاید میشود. یعنی اینها، این حکومتداران ما حتی هوسمند بر این نیستند که مردم آمده رفتش زیاد باشد، نبیاید همین پولتون. یعنی این چی گفتن گپ است؟ همین راهکارهایی که کرده میبیایی گشته میروی، ما بالای غذا میمونیم، میفروشیم در همین جا موندگی اهل اولادت خورده خامیرت، او پول رو به ما فرست، ما یک کاری کرده از اهل اولاد تو جمع کرده میگیریم. ببینید چه خیلی اینها چی میدهند به مردم، ویزوف میدهند که چیکار کردن در کار است. برای همین خودش، همین مثال خودش نشانگر آن است که یعنی اگر به زبان حال بگوییم این حکومت چی گفته است؟ من شما را جوشیده میخورم، شما گاو جوشای منید، هر نرخی که موندم صدایتان نمیبراید.
یعنی شما گاو جوشوی منید، گاوی که شوخی کرد پا زد مو زد پایش رو میبندند بعد میجوشند، به هر حال میجوشندش. فقط یک недовольство دارن که این گاو شوخ بوده است، شخ بوده است، یعنی گاوی نتا بوده است میگویند، اما پایش رو میبندند به یک جا چی میکنند، لیکن به هر حال میجوشند. حالا حکومت تاجیکستان هم میخواد است باید مردم رو بجوشد بخورد. نفر با نام رحمان تپک گپ زده بدیدم، به شما به فکرم. بله بله من گپ زده بودم. یکم چیز گفتنی هستید من به دیگران نوبت بدهم؟ گفتنی همون سوالی که دادید که مثال یکم راه هست که مثال همه چی را چکنیم راه هست، همه رحمان و فقطی حال و ایلش اگر گم کنی توجیستان آباد می شود. همین در موندگی در مردم همی سوال خطا همون جواب دانی بودم، بعد ای سرکه گوش کردم. همین راه اصونیش همیه که رحمان و فقط نبود اکنی ای توجیستان خدی حال اولادش کچ بانشا بگیره ببرویا محال مردم بین نشوه، این عذابا اثر ما گم میشوند. نه که این مردم ما نمیدونم گپ میزنن چی میکنن میترسن. اوخی ای چی میترسیم؟ ای مردن یک بار تولد میشه یک بار میبری او مردن در نهایت شما فکر اولی جناب گفتید. من همین به همین فکر شما راضی هستم برادر عزیز. ببینید یک بار تولد میشه یک بار میبری. فکر خوب گفتم. حالا ببینید هر یک نفری که اینجا هست به خاطر چی گپ نمیزند، به خاطر چی لایک نمیموند که دیگران هم فهمند و به این برنامه وارد شوند، ما با هم مصلحت کنیم چیکار کنیم که پیش قیمت شوی نرخ رو بگیریم و چیکار کنیم که مردم آگاه باشند که اینها مردم رو فریب کرده ایستادن. در قزاقستان نرخ قیمت شد، سوزشواری قیمت شد، گفته یک برابر نرخ و قیمت کرده ایستادن. ما دیده ایستادیم که در قزاقستان هیچ نرخ قیمت شدگی وجود ندارد. نرخ قیمت هم شده باشد نه اون قدری است که تاجیکستان با آسمان نرخ را به فلک بردارد. حالا ببینید شما از یک لایک موندن میترسید، حالا که این یوتیوب فرض کرده است که لایک مونده شما را یگان کس نمیفهمد که کی لایک موندگی است. بله بله یگان کس نمیداند که کی لایک موندگی است. حتی از چی میگوید از سایه‌تان میترسید. با همین حال ما چگونه پیش میرویم؟ با همین حالت غلامی، ترس غلامی چگونه ما پیش میرویم؟ برای یک لایک موندن. و خواهش میکنم 1200 نفر 1300 نفر تماشا کرده ایستادید، همین 1300 نفر لایک رو مونید، دیگران وارد شوند تماشا کنند و به بحث وارد شوند. چیزی دیگر از صحبت کردن، از سیمای خود را نشان دادن میهراسید. برادران عزیز این چی گفتنی گپ است؟ این گفتنی گپ است که امنیت شخصی من از منفعت ملی بالا می ایستد. این همین قدر گپ است. یعنی امنیت شخصی من از منفعت ملی بالا می ایستد. هر یک فرد ملت، هر یک تاجیک تا همون زمانی که به همین فکر باشد، به همین اندیشه باشد که امنیت شخصیش از منفعت ملی بالا می ایستد، ما پیش نمی رویم. ما یک قدم تا همون زمانی که ترس به ما حکم فرما است، هر کس آخر به مقصد هر کس به مقصد میرسد آخر از جان بگذرد. مثل همین یعنی بله مرگ و زندگی در دست الله است. برادران عزیز نفرمایید شما میخواهید امنیتتون تامین باشد، امنیتتون تامین باشد و دو چشم حکومتداران در کیسهتون باشد. این حرف آدمیزاد نیست، این حرف گوسفند است. حرف گوسفند درون عاقل است، حرف گوسفند درون کلیدکه است. ببخشید به خاطر چی؟ به خاطر آنکه همه گوسفند شکمش گرسنه شد یک بار دو بار به میگوید، به پیشش آورده علف را میپرتایند، یم را میپرتایند، آب را میپرتایند در درون کلیدکه، تا اینکه دنبه هایش منمی قدر کلان شده ترس کفیده رود، گوشتش سر روغن شود، خودش کیلوش زیاد شود، تا همین آب و علف و یمش میدهند. همین که فربه شد کشته میخورندش. در وقت به گردنش کارد ماندن هم صدایش نمیبرد. گوسفندی را نباید اختیار کرد. با خصلت انسانی
باید زندگی کرد، با یک خصلت، با یک حالت باید زندگی کرد که به انسان سزاوار باشد. همین خیر زندگی کردن به انسان سزاوار باشد، یا همچون انسان باید زندگی کنیم، برای خودمون زندگی شایسته و ارزنده را آماده سازیم، مهیا سازیم و در همین گونه زندگی شایسته و ارزنده زندگی کنیم، یا که از این روز ما بمیریم، از این غلامی را قبول کردن و با غلامی زیستن نزیستنمان بهتر است. چرا همین چیز عادی ترین فهمیده نمیشود؟ اگر هر یک نفر تا به آخر به همین نیت باشد، به همین مقصد باشد، به همین پرینسیپ باشد که منفیت شخصیش، امنیت یعنی آرامی شخصیش، تنج و امانی آسایشتگی شخصیش از منفیت ملی بالا می ایستد، تاجیک پیش نمی رود. انا همین خیل سرکوب شدن میگیریم، انا همین خیل کیسه ها رو ریش شدن میگیرد. تو در مهاجرت پای لوچ سر لوچ کار میکنی، حالا ببین موزه هایت پیشونیش همین خیل خستگی است، آب در اومده ایستاده است، از بالای پوچت از بالای نسکی ها سلفن پوشیده، بعد موزه میپوشی تا اینکه آبی درونی موزه در آمدگیت پوچت را بیمار نکند. نسکی را جوراب را میپوشی، از بالای و سلفن میپوشی، بعد موزه را موزی دریدگی را پوشیده کار میکنی، لباس های دریدگی را از موسر جمع کرده کار میکنی تا اینکه پول به دست بیاری. وقتی که پول را به دست آوردی صاحبش دیگر کس میشود. میروی ارد را فلان قدر قیمت میکنن، روغن را فلان قدر قیمت میکنن، کارتوشکا را در بازار نایاب میکنن، فلان قدر قیمت میکنن، با دو دسته ادب پول را برده میدهی. تو کی همین خیل میرویم، تو کی همین خیل میرویم. این به خاطر چی است؟ تنجی، امانی، آسایشتگی. خدا به شکر، شکرانه کنید. گوسپند در درون کلیدکه همین خیل شکرانه کرده میایستد تا اون روزی که به گردنش کار رود. شکرانه کنید. تنجی است، آسایشتگی است، امانی است. این شعار غلام است. غلام یک روز زندگی کند هم همین خیل سرخمانه زندگی میکند. از شخصی آزاد یک ساعت زندگی کند هم آزادانه زندگی میکند. گپش را مردکچه گفته شنیده زندگی میکند. حرف دلش را در درون دل، این گپ گویم با یگان بلا یگان سر نزند، با یگان بلا بالای کلم نبیاید، پدر است مادر است در تاجیکستان است، برای همین من این خیل کار ایستادم، این خیل گفته ایستادم. همین پدر مادری که شما دارید ما هم داریم. خب پدر خدا رحمتشون کنه، همین مادر رو ما هم داریم، دادر خواهر رو ما هم داریم. اونهایی که به همین دادر خواهر من که به همین حالت راضی هستند و چند نفر دوستان من که علم دارن، معرفت دارن، به همین گونه غلامی رازشت زندگی کرده ایستادن، به سرشان حکومت 100 بلا نمیبیارد. اونها همین گونه زندگی رو اختیار کردن، نه من. اونها بله سرکوب شوی، زندگی غلام شوی، یک دست در پیش در دهان بودن و یک دست در ذات نماز بودن را خودشان اختیار کردن، نه من. ای وای شرمندگی. بله اگر ما این خیل بترسیم یک عمر نوسا نبیرم و قطع میره. ما فقط همین یک اویله را ای تاجیکستان نابود کنیم، سر کنیم، بروند در یک روز خیمه میکنن، زندگی میکنن، ای تاجیکستان ببروید. اگر همین تاجیکستان باور کنین بیش نشود، چیز میگیم بگیم. فقط حاضر در دست یک اویله، با هممون میترسیم، یک اویله میترسیم، دل جگر نداریم. ما دل جگر، ما زوریم بسر تاجیک خودمون، ما زوریم نه که دیگر دل جگر نداریم که یک اویله را ما همین تاجیکستان نابود کنیم. بفورش ارده 1000 سوم میکنه، بفورش چی نرخه، بفورش موندن میگیرم. میفهمن که مردم میترسن، دل جگر ندارن. همین که ترسیدی، همین لبای آدم که ترسید، یک آدم دیگه همین کمتر به سرش فشار آورد، ترسید، بس میگه جیبکاش میکوه، پولوش میگیره، دو سه شتای دیگهش میزنه، برای اون میترسه.
دیگه او زنده میمونه نمیمونه فرقی نداره با او. برای همین ما خلق ما میترسن یک اویله ما را جقیدگی ما این مایل 9 میلیون آدمیم نخود که یک اویله بترسیم هیچ وقت و 500,000 آدم نیستن که یک اویله فقط همین اویله را نابود کنن در کار تمام زندگی همش سد میشود میترسیم ترسون چه کشیدگیم در 30 سال ما را به ننگ و به ناموس کردن رفتن یک اویله واقعا درست میگه برادر عزیز واقعا توقع ما طاقت میکنیم ما عزیز حالا حق را بشنویم حق نفری که با نام حق برآمده اید بفرمایید السلام علیکم برادر شوکت من گفتنی دارم که و مردم توجیک کومی لایک نمیمونه کومی درد دلش برآمده نمیگویه کومی مبارز نمیشد رنگ ما همون آدم بیناموسای بیناموس مورینه مورین این روستانه مورین شرمنده این زمین این دنیا و شرمنده شدیم این لایک باور کنید مردمی توجیک دیگه من چی گپ زنم در اینو زنشونو برده تجاوز کردی سنی حیفی مردمی توجیک حیف شدین حیف شرمنده شدین در این زمین در این دنیا ای وای بر حالتون توجیکو من دیگه گفتنی ندارم برادر شوکت تشکر به شما رهبر مقاومت بفرمایید رهبر مقاومت گپ زنید السلام علیکم برادر شوکت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته امیدوارم خوب هستین تشکر به شما برای قیمتی خوراکا همه این برای که ما استحصالات نداریم یگان завод فابریکا کار نمیکنه برادر عزیز من به این فکرتون طرفدار هستم لیکن وقتی که یک کشور 40% نیاز کشور را نیاز مردمش را در داخل استحصال میکند این نشانگر آن است که یک روزه اگر از بیرون صادرات میکرد نرخ بالا رفتن با این 40% نرخ بازار را نگاه دارد قیمت شوی نماند این شرایط را این گفت اگر وقتی که گزارش شد که رسانه‌ای شد که 40% مورد نیاز مردم در داخل استحصال می شود این گفتن گپ است که وقتی یک شب روزی که واردات به تاجیکستان قیمت می افتد از حساب همین 40% استحصال می شود که نرخ را یک مدت نگاه داشت قیمت شوی نمان بله بعد اینها چیکار میکنن وقتی که از خارجه قیمت شد نرخ واردات قیمت شد میگوین و نرخ رو بلند کرده رفتن میگیرن به جای آن که از حساب همون محصولات داخلی نرخ رو نگاه دارن برای این وزارت‌ها باید کار کنند برای این یک نرخ معین در جمهوری باید باشد مثلا در خوجند هم یک نرخ باشد مثال 240 سوم در بدخشان هم در ختلان هم فرق ندارد من در روسیه در ولادیوستوک هم نرخ یک لینچه ارد مثال 1200 300 روبل است روغن هم مثال 490 500 روبل است 5 لیتر برای چی اینو هم این مونوپول کردگی برای این حکومت باید روی آهن میبرد با روی بحری میبرد چه خیل میبرد باید نرخ یک خیل باشد در این جایی مونوپول کردگی چه خیلی خواهم خودشون نرخ نمیگذارن مالش یک خیل نباشد نرخ بازار رو نگاه کنن مالش به شرایط نگاه کنن لیکن شما ببینید یک هفته پیش نرخ ارد 230 سومون بود حالا 300 سومون شده است 70 سومون نرخ ارد بلند شده است 70 سومون آخر مگر همین قدر نرخ سوزشواری بلند شد مگر همین قدر نرخ ارد
در قزاقستان بلند شد. یک بار برآمده شهر دهچی حکومت دارن، یک بار برآمده بگوید چی همین قدر مثلا گریم خدمات ضد مونوپولی در تاجیکستان وجود دارد. اردی 230 سامانه 300 سامانه شده است. انصافتان را خواه خورد. وقتی که نرخ یک محصولات 20% در بازار زیاد شد، طبق قانون باید خدمات ضد مونوپولی وارد کار شود و این نرخ را بلند برداشتن نماند. در 230 سامان زیاد شدگی چند درصد می شود؟ در 230 سامان چند درصد می شود؟ چرا شما وارد کار نشدید؟ برای خدمات انتصاری همه لخته کنم همه ککلا اینو در اینجا همین مثال این پارلمان دپوتاتو و یا همش میشینن گپ نمیزنن. اینا همش لخته کم خیلی استودگیان و اینجا در حالا پارلمان گفتید اگر در تاجیکستان یک پارلمان مردمی می بود، یک نفر زنده دل می بود، یک نفر شخص می بود که در پارلمان کشور دلش به مردم می سوخت، دلش به ملت می سوخت، قد علم میکرد، میخست از همونجا میگفت که خدمات ضد مونوپولی اینجا بیاید گزارش دهد که برای چی زیاده از 20% نرخ آرد بالا رفت، بیاد گزارش دهد، همه مسئله را بگوید. در قزاقستان چند بلند شد نرخ؟ از قزاقستان چند پول خریده میتونستن وارد کنندگان محصولات به تاجیکستان و چند پول سوزشواری رسخود کردن به هر سری 1 کیلوگرم آرد و چرا از این زیاد شده است؟ چند درصد نرخ مونده ایستادند؟ چرا از 20% زیاد است قیمت شوی آرد؟ میبرد راست میماند، میپرسید وکیل، یک وکیل مردک نیست در اونجا، یک وکیلی که دلش به حکومت سوزد، دلش به ملت سوزد، دلش به مردم سوزد وجود ندارد. همه اینو فروخته شدگی هستن، اینو گپ زدن نمیتونن، اینو زبانشون کوتاه شدگی هست، اینو همه این متهم شدگی هستن. این پارلمان رو ریشه‌کن کردن در کار. یک مارینت که هستن، همه این فروخته شدگی هستن، یا همش زبانشون کوتاه شدگی متهمن، اینو یا گپ زدن نمیتونن یا همونجا دارن میشینن مثال یا معاش میگیرن. من یک شهروند تاجیکستان، میبخشید برادر عزیز رهبر مقاومت، من یک شهروند تاجیکستان، حالا مرا 1200 نفر تماشا کرده ایستاده است، با همین 1200 نفر تماشا بینم از شما وکیلان خواهشم این است که بخیزن یک بار طلب کنین بیاین خدمات ضد مونوپولی، این مونوپولیستانی که آرد به تاجیکستان وارد میکنند و مردم را نمیمونند که از خارج آرد ارزان خریده برده خودشان را تامین کنند و این مونوپولیستان را یک بار وارد کنندگان آرد را به پارلمان دعوت کنید، یک بار بپرسید که سبب قیمت شوی آرد را به شما گزارش بدهند و اگر به انصافی کرده ایستادند یک طلبات پیش بیارید. پارلمان وظیفه‌اش چی است؟ وظیفه‌اش این است که هر یک کاری که عملی که در تاجیکستان بر ضد ملت بشود او را از روی قانون دیده میبراید. اگر قانون جوابگو نباشد قانونی نوره پیاده میکند که قانون جوابگو شود و این قانون طلب کند که همین مسئله، همین مشکلی بر منفعت ملت، بر منفعت مردم حل شود. شما کی به منفعت ملت، به منفعت مردم یک قانون میبرید؟ در اینجا وزارت صنعت سبوک است. اکا شوقت وزیر وزارت است، وزارت خوراکواری، برای چی اینو هم گپ نمیزنن؟ اینو باید نرخ نو رو هم اینو باید ببینید. پارلمان وقتی که شما، حالا من باور ندارم که یگان نفر شما انتخاب شده باشد، مردم شما رو انتخاب کرده باشد، من به این باور ندارم. همتون مارینت که هستید، اما با این باور باشد که شما رو مردم انتخاب کرده است. چرا این وزیران رو دعوت نمیکنید، یک بار گزارش نمیگیرید که این گونه
ما نرخ رو نظارت کرده شده. چگونه نرخ رو نظارت کرده شده؟ وقتی که شما با نظارت کنید سر میکنید نرخ یک چند باشد دو چند بالا میرود، دو چند باشد 10 چند بالا میرود. این چگونه نظارت کنی هستی؟ یک بار بپرسید همون مناپولیستان، همون وارد کنندگان محصولات غذایی را، وارد کنندگان آرد را به تاجیکستان یک بار به پارلمان دعوت کنید، پخش مستقیم کنید مثل دیگر کشورها، یک بار زنده شوید، یک بار با پخش مستقیم جلسه دایر کنید، مردکت میشیم. یک بار مثل کشورهای متمدن، مثل کشورهای پیشرفته دموکراتی، یک بار انا همین خیل جلسه پارلمان را که هر روز چهارشنبه به فکرم میگذارد شما آنلاینی برگزار کنید و همون مناپولیستان را دعوت کنید یک بار در پیش مردم مستقیما گزارش دهند که چرا نرخ آرد بالا رفته است، چرا نرخ غذا بالا رفته است، و یک بار حساب کرده که چند فایز فایده دیده ایستادند. ما باید مردم بسنجد که این از کجا شده ایستاده است. حالا امجا برادر وطندار خیلی شد نوبت پایده ایستادن. وطندار در امان الله باشه. زنده باشد برادر عزیز رهبر مقاومت. تشکر به شما. وطندار گپ زنید برادر، بعد واتساپ رو قبول میکنیم. دست بود حکومت چویلاوی. زنده باشید. وطندار گپ زنید برادر عزیز. تشکر بار دیگه. سلام علیکم. من بدم یک بار در افیر با یک دست دیگر را گفتم بزنم بعد میبرم با هم قطعی. صدایتان کمتر پست است برادر عزیز. من در افیر نبودم. می آوازم یا نه؟ میآید آوازتان. ببین یک مشکلی گه های همین مشکلی را گپ نزدیم. همین سردار دولت ما گپ پرراست دیپلمات نیست. همین آدم وقتی که دیپلمات کی نیستی و دولت دیگه خلق پیش برده نمیتونی. 30 سال حیات 30 سال شده پرزیدنت ای کاغذ میخونه در 30 سال حیاتش در یک کار فعال ای در کارهای عائلگی دخالت کردن. این باید برود در مجله عائله همچون ژورنالیست کار کنه. اگر همین دولت یگان ایواز شوه ایره خی پیشش نکنه، زندانش نکنه، نه خی بگن که همین کسب ده همین تمام 30 سال آموخته است. این باید یگان مجله همین عائله برود بدروی کار کنه همچون ژورنالیست. همین قگپ دیگه با همین اگر بریم همین به خدا قسم آرد 1000 سوم زیاد میشوه. نه من روزی نه، من شخصا روزی نه. خچ در مجله کاتبونو گویه از آخر کاتبونو کاتبونو هوا کشف کردن همین قگپ تمام. برای ما دیپلمات در کارای یک آدم دیپلمات در کارای تمام دیگه همه ای رو حل میشوه. کشف کرد. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهاجر بچه مهاجر بچه آماده شوید. گفته بودم وعده کرده بودم که یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. مهاجر بچه آماده شوید. زنگ واتساپی الو. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. ای باشید پیوستیدن بنیخواهد باشید ایستاده است. نمیدونم همین آدمو بیساشیدن. بله برادر عزیز، من اینجا نظارت کرده ایستادم. اینجا نظارت کرده ایستادم. خیلی نفران زنگ زده ایستادم. خیلی. حالا یک نفر زنگ زده است و بلویش حقارت و دشنام هم کرده است که نوبتش نرسیده است. حالا یک نفری پیرانسال زنگ زده که هستند. اینجا کارمندان تکنیکی زنگشان رو نبرداشته است. حاجی بابا داداجان یعقوبوف خیلی یک آدم در حالت ناهنجار میموند که یک موسفید میخواهد در برنامه شما صحبت کند، لیکن چند بار زنگ بزنه زنگش رو برداشته نمیتونیم. با از کارمندان تکنیکی خواهش میکنم بعد از همین زنگ واتساپی لطفاً با حاجی بابا خودتان زنگ بزنید، این با برنامه پیوست کنید. بفرمایید برادر عزیز. برادر گفتی شما هم قبول است، درست است. البته رحمت به شما با برنامه‌تون. با این برنامه با این گفتم اون یگام پیشروی نمیشد. مردم ما چقدر بیدار شد. این شیر بچه‌ها هم باشخه گفته شدن استعفا مدارو با این یگام فایده ندارد. برای اینکه قهرمان ملت پدر شغالان
یک وقت در خاطر داشته بوده گفته بودن که انا 2 ساله ذخیرتون کنیتون با قریبی همتون در چشمتون نشون میتیم گفته با همین معنا گفته بودن در خاطر دارید همین ذخیره 2 ساله کنید هم معنایش همین است که بازار رو اینها میسنجن بازار اینها میسنجن اینها مقصدشون همین که یک بار انبار خالی کنند و دوم بار پر کنند همین ذخیره 2 ساله کنید گفتنی گفت همین و هر وقت که همین خیلی نرخ ها مثلا گریم در قزاقستان یک تین دیتون نرخ بلند شد در روسیه یک تین دیتون نرخ بلند شد اینها واهمه پراکنی میکنن نرخ ها قیمت شده است نرخ ها قیمت شده است 2-3 روز واهمه میکنن باز انباری 1 سال باز جمع کردگی ایشان رو هیچ ربط به قیمت شوی ارد نداشتگی بار رو میبرن در بازار ها میفروشند این فایده نیست صدایتان پس شد من میگویم که چقدر ساز شد بله گفتنی هم که من میگم همین طرز مبارزه رو یک دیگر کنن پالیتیکای باسواد برویان یک پیشنهادهای نقص کتی برنامه‌های نقص که مردم شیردیل کنن که یک کار با همین مردم خفوش همین نگاه کنید ای فقری تاجیکای ما هم همسایه کشورها فایده برده استادیان هم دوزدای خودمون فایده برده استادیان هم در روسیه در تمام جا فایده برده استادیان کار فرموده استادیان همین کار را میگم یکان پالیتیکای بهمانی بقوت خیزن به دست گیرن همین کار را یک پیش برن یک پیشروی کنن مردم پیشروی کنن یا دیگه خیلی روحی همین مبارزه دیگه کنن بله تشکر به شما برادر عزیز برورا و استیفا گفته که نمیشه بله زنده باشید تشکر به شما برادر عزیز حالا مهاجر بچه بفرمایید کارمندان تکنیکی به همون نفری که پیرانسول هستند و زنگ زدند خودتون زنگ بزنید مهاجر بچه بفرمایید سلام علیکم کسودن خوبه و علیکم السلام و رحمت الله اگر اجازه باشه فکر شخصی میگم همین وقتش دما مکتب ساز نخونده بودیم میرفتیم در مکتب خونشور میشدیم جمع میشدیم در تویو میزدن در همین به ترتیبی بود بازی الحمدلله که جای میره یکم خونه قلف نداره یکم جنگ جنجال نیست همه تین جای همین یک ارده چیه پرابلم که میکنم حل شوننده شما یک گروه هستن که رول شیطان رو بازی میکنن وسواس میکنن مردم خلق ای به سعودی ما استفاده میبرن شما ای به سعودی ما مهاجرو وسواس میکنن والله قسم راه شیطان ای شما برای که ما وقتش در تلفن ارزو میکردم تلفن بازی الحمدلله 3-4 ماشین دارم هر یک خونه ابو سعیدی میتونه با همه اکای شوکت بیواز به همه گوش کنن اکای شوکت خیلی حرام یک گپی لیش نگپ میزنه شیطان یا گوش کنن با گپ زنم خیلی گوش کردم همه تا گوش کردم در بین 50 پلوس یا مینوس همه کپن خرساندی کده رنگ یا پراز یک باز ما بگم یک تاجیکستان یا جا باشید همه نیداول میشین همه اگر بگم یا جا جزیره شید پراز نمیشه برایشون برای که شما در چهره شما در وطن دشمن وطنه اینا از بگم که تاجیکستان یا جا کف یا شید ممبرین ای خرساندی را پراز نمیشه در شما دیده است همه چیره فاق دیده است همه را میگم ای بچه ای به سعودی ما همین شیطان ما را وسواس کردستیم استفاده بودستیم ای اقبال سر کرده با کبیری و بین ای شیطان همش همین کار را کردستیم ایروی همین تاری کسوفت وقت ما عذاب مایلو که کفای تبری مخینه که اگون کانال بشکو قطی که وخیمو زنگ از واتساپ الو
السلام علیکم و رحمت و الله و علیکم السلام برکاته. و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خوش آمدید. اولا به آن شنوندگان ملت تاجیک و شما همچون مجری سلام خود را میرسانم و آید امروز مسئله من گفتنی هستم که سبب اساسی بلندشوی نرخ‌ها در بازارهای تاجیکستان این اولا نادرست تقسیم نمودن زمین به ساحه‌های کشاورزی. من شما درست گفتید که 40% را ما تامین میکنیم، لیکن من به همین 40% هم باوری ندارم، برای آنکه در تاجیکستان زیاده نویسی هست، چیزی نبودگی را گزارش میدهند. من با مثال روشن به شما میفهمونم. در تاجیکستان 195,000 گکتار پخته کشت میکنن، 194,000 گکتار غله کشت میکنن، موافق نشانداد نقشه حکومتی. اگر به صحرا برای تنها پخته را میبینید، غله را در بعض رایون ها، من مثال در دنغره، در شهرستان، در غانچی، همین خیلی رایون ها، ولی در رایون های همواره اساساً پخته کشت کرده می شود. از همین لحاظ من پیشنهاد میکنم که در 3 سال آینده از حساب زمین های پخته از 20% تا 30% زمین به غله برگردانده شود. چرا؟ اساس زندگی مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، اساساً نان. اگر نان باشد، اگر آنها زندگانی کرده میتوانند، و اگر در داخل دولت کشت کنند، اگر شما خیلی که گفتید اگر در داخل باشد نرخ را داشته میتوانند. وقتی که غله کشت کرده می شود، ملت با آرد تامین می شود، ساحه چارواداری با خاشاک و یم تامین می شود، ساحه پرنده پروری با دان تامین می شود. وقتی که همین 3 جزء اساسی، اهالی، چارواداری، پرنده پروری، وقتی که تامین می شود، هم آرد ارزان می شود، هم گوشت ارزان می شود، هم تخم ارزان می شود. برای این خود ملت هم مبارزه بردنش در کار است. یعنی از حکومت طلب کردنش در کار که من غله کشت میکنم، من کارتوشک کشت میکنم، من باغداری میکنم. یعنی ملت هم یعنی حقوق خودش را طلب کرده توانستنش در کار. یعنی خواجگی های دهقانی گفتنشان در کار است که از پخته به من هیچی فایده نیست، من غله میکنم. بله، انا کنه این پخته من مثال میبیارم برای آنکه همین تماشابینان شما فهمند. 2 سال پیش وقتی که در پارلمانت همین مسئله محاکمه شد، در همانجا فهمیدن که یعنی پخته در 1 گکتار تا 15 سنتینر حاصل داده است. همان وقت رئیس پارلمان سوال داد که همین 15 سنتینر خرج پخته را میبرداره یا نه؟ جواب شد که نمی برداشته است. وقتی که ضرر می شود، وقتی که دهقان ضرر میکشد، این را کش کردن نکنه. همون سال رئیس پارلمان دوباره بود. همون سال 700
خواجگی دهقانی کار خود را قطع کرد. اکنون در اینجا چیکار کردن در کار؟ انا همین غله رو کشت کردن. وقتی که غله رو کشت میکنن بعضی کمبودی ها هست شوکت جان. چقدر کمبودی هست؟ من مثال اگر در ناحیه مسچا در ناحیه ظفرآباد غله کشت کنن، اگر آب را سر وقت نمیدهند، آب را سر وقت نمیدهند، غله که یک مرتبه از آب کاهید دیگر به خودش نمی بیاید. پس در آخر سال در وقت قونچین از جهت سنتینر کم میدهد. ثانی آنها بهانه میکنند که غله به ما درآمد درست نمیدهد، لیکن از کارکرد غله به پاره مینرالی به پاره محلی با آب تامین کردن را حرکت نمیکنند. انا پخته رو باز مثال میگیرم به شما. کارکرد پخته 6-7 مراتب کلتیواسیون کردن در کار، 3-4 مراتب دارو دادن در کار، 10-15 مراتب آب دادن در کار. مهنت پخته از مهنت غله چند مراتب زیاد است. در آخر باز تکرارا میگم باید حکومت برای تامین نمودن اهالی خود از زمین خود استفاده برد، غله را کشت کند. وقتی که غله را کشت میکند پس از غونچین غله دوباره میگویم ما دویم مراتبه کشت کردن ممکن است که این رو همه تاجیکستانی میدانند، لیکن کردن در کار کردن در کار، مسئله گذاری کردن در کار و از خود اهالی یعنی خواهش میکنم که انا از همین سال از همین ترما سر کرده یعنی هر یک پرچه زمین را خالی نگذارید، کشت ترمای غله را کشت کنید. شوکت جان من مسفل درباره یک مقاله حاضر نوشته استادیم درباره غله، فردا پس فردا بعد از چند روز نشر می شود، ولی از شما خواهش میکنم که عاید کشاورزی یک مرتبه در فردای تاجیکستان همین مسئله را باز یک بار دیگر بگذارید. در آنجا برآمد بکنید. فقط از شما من یک خواهش دارم که لطفا مقاله را به ما فرستید ما در پیام چاپ کنیم. نشنیدم شوکت جان. خواهش کردم که لطفا مقاله که آماده شد به ما بفرستید ما در پایگاه پیام چاپ کنیم نشر کنیم. خوب شده است. خوب شده. زنده باشید، سلامت باشید. تماشابینان عزیز، نفری که همصحبت ما بودند نامزد علوم جغرافی دادا جان یعقوبوف بودند که سالیان دراز در دانشگاه دولتی شهر خوجند درس گفتند و استاد بسیاری از استادان هستند و ایشان عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می باشند. حالا برادران عزیز، خواهران گرامی، تماشابینان محترم، ببینید در گزارش حالا این دانشمند سال دیده که حالا سخن کردن مشکلات استحصال پخته را گفتن، حالا دوامش را نگفتن، شاید در مقالهشان بخوانیم. از پخته ملت هیچ فایده نمیگیرد. همین پخته ای که در تاجیکستان کرده بشد برای تاجیکستان هیچ فایده ندارد، یک تین فایده ندارد، یک تین. همچون پخته را میگیرن کارکرد نمیکنن، همچون اشیاء خام استخراج میکنن، تمام، یعنی به خارجه میفروشن، تمام. یعنی پخته که در تاجیکستان کاریده میشود غونچین میکنن، همچون اشیاء خام یگان خیلی کارکرد نمیکنن، میفروشن، تمام، به خارجه. یگان خیلی در تاجیکستان کارکرد نمیکنن، خیلی به فایده کم. یک دلیل رو ببینید، در 21 سال کارکرد نرخ پخته در تاجیکستان همگی 1% افزایش یافتگی، 1% در 21 سال 1% افزایش یافتگی کارکردش. یعنی در تاجیکستان کارکرد نرخ پخته گفتم ممکن است صفر است. وقتی که 1% افزایش می‌یابد چی گفتنی گپ است؟ یعنی تاجیکستان هوسمند این نیست که پخته در تاجیکستان کارکرد شود. در 21 سال 1% کارکرد کردند. من نه، رسانه ها گفته ایستادند. اکنون شما ببینید
وقتی که 1% کارکرد کرده ام، تاجیکستان نشان میدهد که هوسمند کارکرد پخته نیست. مثلا گریم میشد که در تاجیکستان لباس آماده میکردن، لباس تیار میکردن از نخ پخته که خیلی با صفت بلند آماده میشد و پخته خام نیو لباس صادر میکردیم به کشورهای خارجی، لباس های با صفت پختگی صادر میکردیم. نه، اینها میگیرن میفروشن تمام. از ببین چه فایده؟ هیچی. برای همین خوجگی های دهقانی از طرف حکومت مجبور میکنن خوجگی های دهقانی رو که پخته کنن. خود حالا گفتن 6 بار کلتیواسیون کردنش در کار پخته رو، گندم رو کلتیواسیون نمیکنی، گندم رو یک بار میکاری، آب میدهی میدروی تمام. نه گندم نه خوشابه دارد، نه عرفی بیگناهش رو دیگر میکنی میچینی، نه کلتیواسیون میکنی، همین آب میدهی، دوری لازم شود دوری میدهی تمام، با آب سیرش میکنی تمام. در تیر ماه میکاری، اخیرای ماه می ایون میدروی باز میکاری، باز این شبی روزها میدروی. میتونی در یک سال 2 بار گندم به دست بیاری، 2 بار غله به دست بیاری. نه، اینها نمیخوان این رو. مردم به گشنگی بمیرد، اینها پخته رو بگیرن، همچنین اشیاء خام بفروشن و فایده به دست بیارن. حالا تماشابینان عزیز، اینجا چند نفر دیگر میخوان صحبت کنن. کولابی بفرمایید. کولابی از کولابی. بله سلام боя бордига салому алайкум. Ман то охири гама назадам. Мана буровардин ака Шавкат ҳамҷа кам тарак шуморо чӣ мекунед? ҷанҷолтон мекунед. нигоҳ карда истодам. бифармоед. бародарҷон, ман гуфтанӣ будам ки охирон сухан ман номуша нагуфтам, успеҳ накардам, бачаам дами раи мара гирифт. ҳамқа гуфтаним ки намешавад ки ба ҳамин як мақсад ба як орд ба як чӣ сухан кунем, лекин инҷа бибинем ки ай масъалаи ина гуфтаесен ки пахта мақсад ина пахтара пӯшокҳои соз мекунад, ама либоси хуб пахтай мақсад либосе ки одамо тайёр мекунанд дигар давлатода пахта қатъӣ боша бо беҳтарин мешавад. мо пахтаи моро дар номуш чия пеши мекунанд, ам пахта қадри либос соз кардан, ай пешравӣ надорам. ба ҳамин хотири то ҳам қасола ҳеч ка нагирифт, баъд маҷбуран талабора барои талабо мақсад ҳам чира сохтанд, мақсад либоси талабагӣ маҷбуран карданд ки то агар айуҷа нахарӣ ё чиша наёрӣ, агар мақсад ҳамун номуша чекша наёрӣ, мо ҳамҷа қабулат намекунем мақсад мактабда. ба чӣ хотир? ба хотире ки ин худозада ягон роҳи бизнес коре мекунад ки дар куҷое бошад дар оилаи бизнес шавад. як нувасоҳо шудесай вай шудесай, мо ҳама ёра бояд мо калон кунем, мо как будто мо долженем дар оилаи ё ки мо оилаи ёра нигаҳбин кунем. мақсад як бизнес камтар 15-16 сола мешавад, мебинӣ ки як бизнес дар таи дасташ гирифтагӣ барои кияй? барои уай. ин магазин ай кияй? ай уай, ай бачаи уай, ай нувасаи уай. تشکر برادر عزیز. تشکر برادر عزیز. حالا شما دومین بار سخن کرده شدید، اینجا یک بار سخن نکردگی ها هستند. تشکر زیاد برادر عزیز. تشکر به شما که ابراز نظر کردید. خیلی منتدار هستم و امیدوارم که در برنامه‌های دیگر هم همین خیلی فعال خواهید بود. دادی خدا بفرمایید. بعد از آن واتساپ. دادی خدا. سلام علیکم. الو. سلام علیکم به کل تماشابینان شما و به خود شما. من استاد یکی از دانشمندایی که پیش از این برادر صحبت کردن، من به گفته این شخص بزرگ بسیار موافق هستم، راضی هستم. گفتنی اصلا فکر شخصی خودم همین است که در حکومت امروزه ما خیلی یک جای تأسف هم هست. اگر آرد را یک لینچه آز را
به مقدار 1000 سامان هم کنند، متاسفانه یگان کس صدا برآورده نمیتواند، زیرا این صداها را اینها محکم کردگی هستند پیش از آنه که این سیستم را استفاده ببرند. نه اینکه تمام خوراکواری را اگر اینها نقش از 1000 سامان و از 1500 سامان بالا هم بردارند، اینها میدانند که مردم تاجیک صدا بلند نمی کند. اگر ما صدا بلند کنیم، اگر در اینجا این مسئله را پیگیری کنیم، اوید این مسئله صحبت کنیم بسیارتر، این مسئله بسیار عجایب و مسئله که بسیار ضرورت دارد برای تاجیکستانی ها، زیرا برای ما یگان کس از دیگر دولت آمده این مسئله را غیر از ما و شما حل و فصل نمی کند. ما و شما آید این مسئله باید سخنرانیم هر روز 10 بار 20 بار 30 بار، زیرا ما میدانیم که تاثیرات دارد، این به تاثیر نمیماند. اکا شوکت جان، بله، یگانه چیزی که برادر عزیز تشکر. ما خواهش میکنم از دیگران هم که یک کمتر وقتی یکدیگر رو نگرفته صحبت کنیم. خواهش میکنم از یکایی که شما صحبت ها مختصر باشند خوبتر است. از واتساپ زنگ رو گوش بکنیم. سلام علیکم شوکت جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من به گفته همین استاد هم روزی هستم هم روزی نیست. برای چی؟ اگر ما تمام وقتا گندم کنیم، در بالکن هم گندم کنیم، در راه که گندم کنیم، نرخ پس نمی شود تا وقتی که این اویله سر دولت هست. من مثال آسان بیارم. وقتی پیش همین گوشت قیمت شدن، یا مغازه گوشت فروشی در شهر دوشنبه نداشتن. وقتی که مغازه های گوشت فروشی را ساختن در شهر دوشنبه، من طرفی پیش دریا یک بازارچه ساختگی‌ام با یک تا جای گوشت فروشی 33 ده همین مغازه‌ها رو ساختن، نرخ گوشت در پاتالوگ برآمد. یک سال دیگه در همین 5 یک خشت آورش کارتوشکا کوریده، همون سال کارتوشکا 1 سوم 20 دیرم بود. نرخ کارتوشکا تا 5-6 سوم خست همون سال. بعد یک چند سال پیش همین چلیابینس اومده بود. همون شب روز من در همین چلیابینس بودم. همونجا بعد تاجیکا رو فریاد کردم، مجلس کردم، خیلی برادرها با بچه‌ها هست خستن بیزنسمنو خیلی گپ زدن رو پریان پرزیدنت همونجا با همین رحمانو گفتن که همین ما اجازه ما همین اردا میبریم در تاجیکستان ارزان میکنیم. خسته گفت که شما یگان همین جای گرمتونه خنک نکنه، ارد میبردگی آدم هست، همینجا رو سخت خپیشتی. فهمیدید؟ انا مسئله گپ کار در اینه، همون گپ کار همون بیزنسه که هم گوگل ده، اگر هم گوگل ده بینا که خریدار زیاده یا تجدر همون مغازه گوگل میکشه، اگر نرخ گوگل 1 سوم باشه 20 سومش میکنن. این یک 15 سال پیش من این خبرها رو خبر داشته بودم که تا گوگل ده یگان کس حق ندارد دیگه آدم بره، فقط اعضای عائله باید بره. همه پتک رشه کدگی در هر جا همه باید برن. و برای پختر کار نکردن شما میگه که 1% کارکرد میشود در تاجیکستان. سبب این چیست؟ اگر کارکرد شود در تاجیکستان اونجا باید چقدر زواد و فابریکه در کار، چند خلق صاحب کار میشود. این قوه کاریه که در تاجیکستان اگر بیماند، صاحب کار شود، صاحب یگان کودک فرزندش تربیت کنه همونجا در کار، و اینو زلال است. برای که طلب میکند که راه من راست کن، آب من ساز کن، نقلیات ارزان کن، یا هم خیلی جای کار نمیکنه که همه قوه کارگر گبزن تظاهرات کن از وطن بیرون شود. بله.
انا گپ در گیجا هست این برای روزی همین بودگی یا ها دست زواد بشی پر میمونن روزی نبودگی بیرون بشود به ملال انمی خیلی سیاستی خردمندانه گرفته رفتم میگیرن من رحمت حضور همه گپ در اینجا هست انا خلق ما این گپ رو نمیفهمه ولی همین روزی نبودگی یک کمتر سیاست میکنن برده یک پلیس برده یک افشانش میکند فردای خودش گریخته میبرود هر روزی بودگی ها دست بشی بر شکرانه کرده شکرانه سیاستی خردمندانه کرده انا میخواد دست بشی بر چند قدر قیمت شده رفتم میگیره دست بشی بر خاموش ایستاده میگیره شکرانه رحمت انا میخواد امانی آسایشتگی کرده همین گوششان تین باشد شد انا در اونجا فرزندان ما رو در مکتب در همه جا فقط همون تحقیقات میبره که پرستش همین اویله را کنیم حالا ببینید مثال زنهای ما رو خواهرای ما رو ما در اینجا وقتی که ما میریم در اونجا به فرزنده و به زن به دیگران میفهمونیم یه بگه یه آدم خوب است این آدم خوب است میگه بله ببینید همین در ما در مردم تاجیک برابر اینکه غلام طبعی رو اختیار کرده ایم وحشانیت نیست درجهش سطح وحشانیت نیست درجهش بالا برآمده رفته ایستاده است چی خیل حالا ببینید همه پدر و مادرانی که در تاجیکستان زندگی میکنند فرزندانشان از روسیه از مهاجرت پول میفرستاند خیلی بیرحم شدگی هستند حضور رحمت خیلی بیرحم شدگی هستند چی خیل همین بیرحمیه که امروز یک زن تاجیک به شوهرش که در مهاجرت است میکند یک پدر و مادر تاجیکی که بچه‌اش در روسیه است کار میکند و با آنها پول میفرستند همین بیرحمیه که در تاجیکستان میکنند هیچ کس نمیکند حالا ببینید یک میروپریت کنک شوند برای حق همسایه خودشون را نشون دادن مردنیوار بازار میکنند از ده یک کیسه او دستارخوان تناول کرده میشود یا نمیشود تعیین نه از او قند و قرصی که خریداری میکنند مردمی دعوت کردهشان تناول میکند یا نه یا اینکه از همون میروپریتی تشکیل کردهشان چی فایده است خودشان نداند خدا نداند هیچ کس نمیداند این یک طرف مسئله مسئله دیگر این است که بازار نرخش با طور سنی قیمت شده رفته ایستاده است او بیچاره مهاجر با خون جگر پول یافته میفرستند اینا پروا ندارن که نرخ قیمت شد تینجه اما گوشم تینج باشد شد گپ نزن خاموش باش شکرانه کن شکرانه تینجه امانی آسایشتگی کن میرم رفته خریداری کردم میگیرم گر چی میگن صرف خرج از کیسه دیگران بود حاتمی تای شدن آسان بود حاتمی تای میشه نمیخه همه صدای همه گله رفته از بازار چند اینها نرخ موند این منپلیستا رفته خریده آمدن بگیرن همین آرد فروش ها که به مردم همین مردم کلید های شما هستن همین شما آرد فروش هستید یعنی دست سیوم هستید مردم دست چهارم است مینیمم همین آرد فروش هایی که در قشلاق ها آرد میفروشن فکر نکنید که اینها از خارج آرد میبرن حق از خارج آرد آوردن ندارن همین ها مثلا اگه در ناحیه های ولایت سوخت ماکسیموم همین آرد فروش هایی که در ناحیه ها در دهه ها آرد فروشی میکنن ماکسیموم خوجان میرن از او دورتر نمیرن حق ندارن از او دورتر رفتن میگن از همین جا آمده میخریم میبریم میفروشی پول آورده میتی تمام همین قدر حق دارن همین آرد فروش ها شما به انصاف بیایید شما هم به انصاف بیایید به مردم اینفورماسیون درست دهید آرد برای چی قیمت شده است شما از دستی کی رفته آرد خریده میبیایید یک بار به مردم بگویید مردم بداند که برابر مردم شما هم ظلم میبینید تجارتتون پیش نمیرود به خاطر چی به خاطر آنکه شما از یک نابکار چند خواهد به بالاش مونده میفروشد شما گاهی میشود که به مردم های آرد قیمت شد گفته نمیتوانید به نرخ پیشتر آوره میفروشید فایدهتون نمیموند چند بار میخیل میشوید من چند دوست رفیق آرد فروش دارم میگوید که همین خیل است میروی این دفعه میروی که آرد قیمت کرده مونده است یا زنگ میزند که پول بیشتر بیار که آرد قیمت شدگی این دفعه اکا جان نرخ فلان قدر است آمادگیت را دیده بیا زنگ میزند
میروی ارده گرفته میبریم برای اون که طلبات هست، اما به نرخ پیشتر میفروشی، در نرخ پیشتر یک چیز فایده میدیدی، یک سوم نیم سوم کار میکردی، این دفعه تمام ادا هم تو وارد میدی مردم به خاطر اینکه کلینت از دست ندی. این بالا چی؟ اون دست دویمه که تو میخری چی؟ این پروا رو ندارد، خواهی نخواهی تو رفته میخری. همین بیچاره ارد فروشا نیست، خیلی مظلوم هستند. حالا بسیار مردم فکر میکنن که همین ارد فروشا هستند که نرخ و قیمت میکنن. باور کنید مردم، همین ارد فروشایی که در دهه ها با ماشینشون تا در خونتون ارد برده فروخته میکردن، از شما دیده بدتر مظلوم ترن. اونجا میرود مجبور میکنه که همین نرخ میخری، خواهی میخری، نخواهی میخری، نخواهی دفع میشه بزرگ، تمام دیگه تو نیستی، دیگه کس میبیاید که به همین روزی باشه. همین کم فایده کرده است، شکمت گشنه نمیماند. من با تو همین خیل من گفتی روزها پزولیت کردم که همین بیزنس رو بری هیچی نگفته ایستادم. اگر از درونی اردت یک کمتر آهک میابم مثلا گیریم، از درونی ارد فروخته ایستادگیت میتونم من ارد خودم تو به داده ایستادم که از درونش آهک یافتم ممکن، مواد مخدری یافتم ممکن از درونش، بعضی اردی راچ و لوبیا یافتم ممکن. بعد جایت کجا میشود؟ پشت پنجره زندان. همین چیزا نمیخوای جیم مکک همین نرخ برده فروختم میگیری، همین خیلی برده فروختم میگیری. و این بیچاره ارد فروشه که در دهات ارد میفروشد، بیچاره تا در مردم برده ارد رو میدهد، مجبور میخواد اوردام میگیرد. انا همین حقیقت رو ارد فروشایی که در قشلاق ها، در دهه ها، در ناحیه ها ارد میفروشید، همین واقعیت رو یک بار به مردم فهمانید بگویید، هم نام خودتون بد نمیشود که این ارد فروشا بعضی ویروس یکتاش زنگ زد میگه اکاجان درباره همین بلند شدن نرخ ارد برنامه نمیکنی؟ میگم چی شده است؟ میگه ارد فروشا ابرزت کردگیم. این بیچاره نمیدوند که این بیچاره ارد فروش از خودش بدتر مظلوم تر است. حالا وقت دیگران رو نگیریم. برادر مهاجر از مسکو هستید؟ نیست. حق گوی گپ بزنید. پس درودی کلام با شما مردم تاجیک و درودی بپایان با شما اکای شفقت محمد. و خیلی شدم با شما هم صحبت شدم و همچنین با مردم تاجیک. بله، در سخنان شما حق و خود دیده می شود و من میخواستم یک به من اجازت میدادید یک دو تا سخن میکردم، مقدر بسیار صحبت نمیکنم و من میخواستم بگویم که اکای شفقت محمد امروز از جهت اکونومیکی صحبت کردن، از جهت زندگی مردم، اما از جهت سواد هم صحبت نکردن. من خودم جوان هستم و تحقیقات کرده برآمدم در تاجیکستان سوهای علم و ادب تا درجه پایان شده است که مردم تاجیکستان، یعنی که جوانای حاضره که در درون تاجیکستان هستند، در فکر و عیالشون تنها کار فحشی یا اینکه با مانند اویه و قور و بلا دیگرش. و همچنین اکای شفقت میخواستم بگویم که در تاجیکستان ما دولت دموکراتی میگویند، اما در آنجا دموکرات دیده نمیشود. اما یک کمونیست هایی که نه علم و ادب دارن، نه یک طرز رفتار گفتار. حتی در یک از برآمدها رو تماشا کردم، وزیر علم و معارف جمهوری تاجیکستان با زبان روسی گپ زدن نمیتوند، حالا که با زبان انگلیسیش این یک من نمیدونم برای اون کس ممکن که انگلیسی یک مثل یک چوده باشد. و که شفقت محمد در اخیر گفتنی هستم. امروز با مادرم صحبت کردم. مادرم یک دکتر کلان هستن و میگوین که از تاجیکستان من میروم و من سوال داده چی به مادر جون، مثال شما از اونجا میبرید، در اینجا کارساز نیست، یعنی که مبلغ کفایه نمیکند و شما چه خیلی که از گفتید ارد و نرخنامه ارد رو امروز با ما هم گفته بودن از 240 سوم هم زیادتر شده است. و در اینجا
در اینجا هم مردم خودمون هم گناهکار هستند. برای چی؟ برای اینکه مردم خودمون تنها طریقی کامنتر نویسی و تنها با صحبت کردن و اینقدر شما در کجا زندگی میکنید در تاجیکستان؟ ما در شهرک فیض آباد هستیم. شهرک و اکای شفقت من گفتنی هستم که در اینجا مردم خودمون هم گناهکار هستند، چون که مردم خودمون یک ترسو میباشند. در حالتی که من در داوم چند سال که اهمیت میدم، شما اینقدر شما اکای محمد اقبال و این دیگر گروه یعنی که دیگر گروه ها که اپوزیسیا با تاجیکستان همین قدر به مردم تاجیک میفهمند، اما نه، مردم ما رو مانند در دیگر پرستی، یعنی که درباره خودشون فکر نمیکنن و آنها فکر نمیکنن که یعنی که آینده تاجیکستان چگونه میشوند. در اینها فقط یک گپ دیده میشود. سال 92 سال 92 ما چیکار داریم؟ جوانای حاضره یعنی که رشد انکشاف اخشون دیگر است. سال 92 ما برای چی مردم تاجیکستان شکرانه میکنن در حالتی که اویلای رحمان سیر است، شکم اویلای رحمان سیر است. یعنی که اویلای رحمان میرود در دبی در این جاها استراحت میکنه، برای چی مردم تاجیک نمیکنن؟ این همش اکش شفقت جان، این همش خودی مردم گناهگاری خودی مردم ما است. و آخران سخن هم میگویم که با نزدیکی دیدم که یکی از پروکورورهای تاجیکستان میخواد به عزت امان 9 سال زندانی کرد. و من چی خواستم بگویم در این حالت؟ میگویم که شما با حکومت تاجیکستان اگر خواهید که تاجیکستان مثل افغانستان شود بتین، 9 سالش میتین، 10 سالش میتین بتین. مردم برای چی با افراطگری میروند؟ برای اون که مونده شدند و آنها مجبور میشوند که راه طالب رو به دست بگیرند. اینها دیگر راه ندارند، چون که من تحقیقات میکنم در اینترنت، همه طرف طالب شده است و خداوند قسم میخورم همه طرف طالب شده است. جوانان از 18 کم از 25 کمتر، همین مثلا از 16 سالش از 18 سالش همه طرف طالب شده است. این سبب اون است که یعنی حکومت تاجیکستان یک لعنتی شده است و همه را صبر طاقت کردن هم جای خودش دارد. آیا میدونه که شما خب و من بخشش میپرسم اگر یکم جاش ناراحتی شده باشد، خداوند همه شما رو نگهبان باشد. در برنامه‌های منبعدی ما نیز فعال باشد. حالا روز یکشنبه ما برنامه فردای تاجیکستان داریم. خواهش میکنم در برنامه فردای تاجیکستان هم شرکت کنید. خیلی با منطق صحبت میکنید برادر عزیز. خب رحمت کنم شما. به گفته این برادر مناسب شما دید، به گفته این برادر که گفتن وزیر علم و معارف جمهوری تاجیکستان با روسی گپ زدن نمیتواند. برادران عزیز، با روسی من شخصا خودم بر اینم که زبان روسی برای مردم تاجیکستان یک زبان بیگانه است. من دلخواه وزیر با زبان روسی گپ زدن نتوانستنش را عیب نمیدونم. کوشش دخلانه با زبان روسی گپ زدن کرده، مردم رو خودش رو همچون یک وزیر کشور شرمنده کردن خودش و در سیمای خودش مردم رو شرمنده کردنش رو عیب میدونم. این یک چیز دوم از این است که من این رو عیب میدونم که یک تاجیک اون هم باشد وزیر، وقتی که در نشست مطبوعاتی صحبت میکند، با مردم صحبت میکند، با روزنامه‌نگاران صحبت میکند، با زبان کوچکی گپ میزند. این عیب است که یک وزیر نمیتواند بالاتر از سطح زبان کوچکی گپ زده تواند. این عیب است. همین نشان میدهد که خیلی ترکیب لغوی این مردک، این وزیر کم است، هرچند وزیر علم و معارف است، زبان تاجیکی خودش را نمیداند. از این تا به وزیری 1000 فرسخ است. حالا ببینید طبق قانون، همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات هست، درباره انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس خلق ولایت، مجلس خلق ناحیه قانون وجود دارد. در قانون
گفته شده است که هر کسی که به وکیلی قبول کرده، یعنی در انتخابات نامزد می شود، باید از زبان تاجیکی امتحان سپارد. وکیل رو یک سوم شما این وزیر از این وزیرانتان شما یگان بار امتحان زبان تاجیکی گرفته؟ همین ها برای شکم سیری مردم، برای نیکی و احوالی مردم کار میکنن. آخر گپ دهانشان رو گفته نمیتونن. اینها در مکتب نه، در کوچه کلان شدگی. شما همین رو نمیفهمید. یک آدم از کوچه قپیده آورده مکتب رو دیده است ندیده است میبیاری وزیر میکنی. وقتی که یک وزیر با زبان ادبی تاجیکی گپ زده نمیتواند، با زبان کوچکی گپ میزند، این نشانگر آن است که این مکتب ندیده است. این مکتب ندیده است، در کوچه کلان شدگی است. این حتی دیدم رو ندیده است. میدید آخر یک کم با تاجیکی گپ زدن رو یاد میگرفت. بین زبان کوچکی و بین زبان ادبی فرق میگذاشت و مسئولیت میشناخت که یک وزیر باید به زبان کوچکی گپ نزند، به زبان ادبی گپ زند، عامه فهم گپ زند، به زبان محلی گپ نزند. اقلا همین رو رعایت میکرد. چند وزیر رو میشناسید که از سطح زبان کوچکی بالاتر یک کمی گپ زند؟ چند همین خیلی وزیر داری؟ من ندیدم یگانتش رو. بسیار نگران کننده است. یعنی وزیران ما وزیران مکتب ندیده هستند. مکتب میدیدن کمتر از زبان کوچکی، زبان مادری، زبان تاجیکی، زبان ادبی رو فرق میکردن. حالا ببینید همین وزیران هستند که همین حکومت است که بین زبان تاجیکی و زبان کوچکی فاصله ایجاد کرده است و مردم زبان خودش رو فراموش کرده است. تلویزیون رو تماشا میکنی تاجیکی رو اکثریت نمیفهمن. میگن در تلویزیون تماشا کردن و من روسی رو گوش کنم خوبتر است چون که روسی رو خوبتر میفهمم. تاجیکی رو نمیفهمم، روسی رو خوبتر میفهمم. برای چی؟ برای اینکه کارگردان و کارکنان ساحه تلویزیون خودشان در حالتی هستند که زبان مادری رو نمیدونن. این از موضوع بیرون بود البته، لیکن همین ها هستند که نیکی و احوالی مردم به نظر گرفته نمی شود، کار کرده نمی شود. اول با اجازه شما مناسب شو سلیم جان را گوش میکنیم، بعد از آن انشالله صحبت میکنیم. سلیم بفرمایید. سلیم هستید؟ سلام علیکم. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. میگه زی شکر شکر زیاده گردد، ناشکر زی خر پیاده. همون ناشکر ماده همین شما این یه حیات در بدنین، انت قشاق شدگی در بدن و خود چیکار کنم کاله تو خود چیکار کردگی؟ اینم من مهاجرم الحمدلله هم ساعت فویزا تو چیکار کردگی؟ تو یک پیلو سیخته بگو بغیر زمین لغلق جواب تیم یا یگان چیزی که دیگر گفتنی هستی؟ جواب تفاهم ده مادر خود چیکار کرد؟ ده مادر خود چیکار کردگی؟ برادر عزیز گرامی، حالا مناسب شد دست برداشتید. بفرمایید. برادر سلام علیکم، برادر شوکت محمد سلام علیکم، برادر سلیم سلام خود را به هر بیننده شما میرسونم. همین برادر سلیم در یک سوال داشتم. برادر سلیم، فیورر گیتلر از فیورر شریپویچ چی فرقیتی دارد؟ شریف شعری نراره، همه تمام پستی و بلندی ده خدمت کیسه یک خود شنه تری ایرو این تری کالورا پیش نرسه، ایرو این تری کسوفتوی نرسن کو ایرو این را پیش نرسه. یا برادر سلیم سوال شما پره جواب ندادین. ببینیم از سوال حاضی خودم جواب میدیم که فیورر گیتلر از فیورر شریپویچ چی فرقیت داره؟ فیورر گیتلر به ملت خود یگان وقت ظلم نکردگی، حتی هوای فیورر گیتلر هم که دیکتاتوری خونخوار بود اما به ملت آلمان خود یگان بار ضرر نه آورده بود و همه وای رو نقض میدیدند. تا حاضر مثلا آدمایی که از
پشت پرده و یا نظم میبینن و ببینن که این مردم تا چی درجه با مشکلات چی شدستیان. یگان مشکلی نداریم الحمدلله همه 100% همین یا در 50 پیلوس یا مینوس همه کپان یا یک بدبخت یک خیلی برادر از 50 پیلوس ما یک مایل یک مینوس همه کنستیتوسیونه بگم برادر پرزیدنت از 2 بار زیاد شیده نمیتوند. در کجا برای که بعد سری همو با ما با قدری تری پرزیدنت میرسیم بعد میرسیم دل میشم بایدم شکر کنند که قدردانی کنند در کوی تری بودم که نه تری شغالی بدبخت هستند اینا نگاه با تو میدونی که یک گپ بود میگم برادر من قطعی تو یگان سپاریدم نمیکنم یا اون گپ زیادی هم نمیزنم یک گپ بود میگم که برادر هر یک مشکلای این ملت که میبینی از خود همین شریف ویچای هر یک مهاجر میبینی از دست همین شریف ویچای برای ما چی روزای سخت نگاه یک شانس اینترنتی داره نگاه همه را شیطانی وسواس روی شیطان کده است یک شانس اگر این 2 شانس داشته باشه ای طالب دا بتا میکنه پاتویم کلی کنه انا ما خوزی ترا میگم که همو طالبا خوبترن ای رحمانوف دا که دموکراتی و یا بسیارتر دارن چون این رحمانوف پدرلعنت ما همین وطن ما را ملت‌های بیگانه تعریف میکنه همین جنوب ما را ملت مردم والا قسم تعریف میکنه چی در وقتی که ملت خودش تعریف نکنه ملت خودش احترام نکنه این حکومت رژیم رحمانوف بخاص این کل اونو کبیری اونو دیگه همه 100% پروسه یا بسیاری ما را خدا برده و یک مینوسا میگن 3 ساعت خطایی سخت شما خطایی سخت میکنه که برای چی معاشی کلانسولای ما این قپاسی رفته برای چی ما از قرغیزستان پایان شدیم از افغانستان پایان شدیم برادر ما باید دل ما با وطن موسی ما باید دل ما با رحمانوف نسوزه رحمانوف تا چند قد در سر قدرت ظلم و ظالمی را به این ملت میکنه و سرزمین ما را میفروشه ما خیلی دیکتاتور ولی اگم تایف نشده که در روسیه هم که شانس موندم که کار کردم یا تنها میگم برادر مرا روسیه در کار نیست مرا وطن خودم در کار من میخوام در وطن خودم باشم میخوام که ملت همه در تاجیکستان باشه برای چی یک سوالت میتیم یک سوال برادر برای چی همین دولت نروژ یگان تاش در مهاجرت نمیره مهاجر شوند یا با یک مهاجرت خوب میزنن و ما را رنگ ما چورک و جمشید روشن نمیگن اکم نوسیشو یک دقیقه اکم نوسیشو من قدم صحبت کنم اکم نوسیشو من سوال سلام علیکم سلام علیکم من خود در یک سوال دارم التماس اکو یک دقیقه من دو همین آدم با همین گپش میکپم سوال میکنم چیکار میکنی در مهاجرت در حالتی که وطن آباد باشد در حالتی که شانس دادگی من دویم سوال ایستو گوش کن 1.5 میلیون مهاجری تاجیک اینچونین زنی تاجیکی ناموس مرد تاجیک است چی میکند در پیشی او روسه که یک کافر است چی میکند ما در همین راسته ما نه در سوال ما جواب ده که 1.5 میلیون ای سوال نرو یگام چی برادر برای خود کسی میدونه از اون میکشیم دارمو بر در روی اسکلاد ارد شما بومین برادر حقو یک دقیقه برادر حقو ایمه زیرت میمرازی یک سخن کردنیم آخر سخن چی کردن درباره برادر شوکت محمد از یک جهت امام علی رحمان این یک رژیم خوب کرده است که به همه تمام ملت تاجیک ایشان میده که این ظلم از این ملت دست کشیدن نیست و روز تا روز به بدی میارد و این ملت تاجیک به خدا قسم حقیر ما میگم من از جوان کس نمیترسم و یا اون کس مرا من کردن نمیتونه اگر شما حقیقت میخواهید و یا میکشن و یا میزنن ما میزنیم و یا دزدی میکنن ما میدزدیم چی کاری هوایا میکنن باید ما همین کارا کنیم به خدا قسم میگم این نه هر یک تو دی برادر سلیم یک دقیقه بسین برادر سلیم یک دقیقه برادرو اگر حقیقت رو میخوایم بفهمیم حقیقت دموکرات میخوایم بشویم و آیاتونه برو که همین برادر شوکت محمد اگر که فردا هم که در سر قدرت بیاید ما همین خاموش باشیم
ҳамин шавқати муҳаммад ҳам ҳамин режима мемона, шавқати муҳаммад ҳам ҳамин зулма меёра. И ҳама аз мо вобастаи бародаро. И ягон ҷои шӯхӣ надора, барое ки рӯз то рӯз бибинем ки модарои моро таҷовуз мекунанд, модарои мо ҳамашон суни ғарибӣ рафтестанд, оли мардамон усбестанд, мардамон оли усбестанд, модаро уже сар кардестанд. бародаро биёин якҷо шавем, ба худо қасам. Баса ёзоқи саломат бошем бародар Шавқати Муҳаммад камтарак аз ман заряд мемра ака. Худо ҳофиз. ҳоло ҳамин зани муҳоҷир як савол дорам гуфта истоданд. бигзор саволашонро бидиҳанд. ҳоло як нафар аз WhatsApp ҳам занг зада истоданд. ташаккур, ба шумо муносиб шуд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алайкум ассалом. ин додаре ки ман буромад ё дар ҳамин ҷой? дар ҳамин ҷо бардош. гӯш дорад мана? мешунавам шумо. алло. як савол дорам. илтимос ҳамин саволи ман берин наброед. ҳамин шумо мардест, ҳамин як савол метиҳам, ҳамин саволам ба чотка ясна ҷавоб дед. Салим шумо дар омадед дар бораи имомали раҳмон тарафдори ҳамон ҳастед, ба ҳама кору борои вай розӣ ҳастед. як барнома кардагӣ аст, унҷо студентҳо ҳастанд. шумо хоҳар доред, модар доред? Салим додарака, ҳамин як илтимос, фақат ки ҳамин чотка мехоҳам ҳамин саволам ба ҷавоб дед. агар шумо хоҳар дошта бошед, модар дошта бошед, ҳамин студентка аз вилояти хуҷанд мебошад, гуфт пурсид ки ман курси сеюм мехонам, пеши президент бибуромад, ҳамихе суханронӣ кард. гуфт ман курси сеюма тамом карда шудам, шавҳар накардам. баъд вай имомалӣ пурсид ки ту гуфт шавҳар надорӣ? Не, надорам. гуфт хай шавҳар надошта бошӣ, дар телефона дусе мардина номеро дорӣ? ту ба занг мезадагӣ номеро дорӣ? ҳамин шумо чӣ хел мефаҳмед, чӣ хел ҳозир ман ба мефаҳмонед ки лишна ман ҳамин зан, модар, духтар дорам, мисол хоҳар дорам, чӣ хел ҳамина ман фаҳмида намумкин. дар ҳамин гапи президент ман чӣ бояд ҷавоб диҳам? агар ҳамунҷа мешудам ё шумо мешудед, хоҳари шумо ҷои ҳамин духтарак ба мешуду, шумо чӣ ҷавоб медодед ҳамин президент ба бо ҳамин гапояш? агар шавҳар надоштӣ, дусета мардина номеро дорӣ ё надорӣ? ина тамом, дигар саволи дигар надорам ман. илтимос ҷавоб дед. алло, омадест овози ман? ин шумо шӯхира чи ӯ камтар шӯхӣ кард, дар ҳама барнома шӯхӣ мекунад, дар медонад. Не, инҷа шӯхӣ чӣ хел президент хеле шӯхӣ мекард аз зани мусулмон ба духтари фарзанди мусулмон ба ин гапои шӯхӣ, ин чӣ хел шӯхӣ ки президент духтари мусулмон ба мега десета номераи телефони мега телефонкунак дорӣ ё надорӣ? ин дар мана ютуб ҳаст, тамошо кунед мешад. баъд як бачаи дигар мебурад, ваям хондагӣ мондагӣ виши образованӣ доштааст, ба вай ҳам мегӯд ки ту дорӣ вай номер зан? Мегӯд не, зан надгирифтам, ҳоли надорам. Мегӯд хай ягон духтарак надорӣ, надошта бошӣ? ина мода ҳаст аст дар чиҳо. ман мегӯм ягон нағзоши хушрӯҳои созаш аст мебиён. ин чӣ хел президент ки мардои моя даъюз кардосу духтарои занҳомая фоҳиша? ту чӣ хел ин ҳозир шарм надошта мегӯ ки ман хоҳар дорам, шӯхӣ кард? ин чӣ хелин президент ки шӯхӣ? сабабаш ӯ шӯхия инами кал мардум ва навё просто мора заразит кардисиян. Салим, ту афсона нахо, мана бе бача худа дар муҳоҷир ако росту дурӯғ муҳоҷир кардоси худата намедонам. хай дар муҳоҷират ту бо мегӯи ки ҳамин мегӯи инҳо бо пурсиди ки мегӯ ту кали карат ки ту мегӯи чӣ кор кардӣ? ту ахмақ ту будӣ, ту бача, фаҳмидӣ? ту ба фикрам ҳамин сари ман бо мешӣ, ту ахмақ будӣ, ту бача ки инҳо чӣ кор кардоса медонӣ? бача ин акаи муҳаммад чӣ кор кардос медонӣ? ман гӯям ин корое ки инҳо кардосиян, ту ду дунё ба ин корое кара наметонӣ. одам метавонад бо дастӣ гӯш кун, Салим ҷон гӯш кун, як минут ман гафама то кунам. одам метавонад бо суханҳояш инҳо ҳамихе кардосиян ки халқро шор кардан, халқро шор кардосиян. фаҳмидӣ? обязательно корду пистолету милтиқу дар кор нест барое ки президент кушӣ ё халқро шор кунӣ. инами гапҳои ҳамино достаточно ки халқи мусулмони тоҷик шор шавад. шор шуд уже. так что ту бойнако анаки тарсидосан, намедонам куҷо раванд, чӣ кор кунанд, чӣ гап зананд. Салим,
سلیم подожди سلیم برادر سلیم اینا در تو میگی که حکومت و از سر کلمو یادآور شدید و سلیم جان به همین سر کلمو که یادآور شدید باور کنید 90% همین سر کلمو مویهایش به خاطر ملت ریخته شدگی است. شاید یک 10%ش به خاطر خودم ریخته شدگی نیست، باور کنید. همین ریزش همین موهای سر را شاید یک 10%ش رو به خاطر زندگی خودم صرف نکرده باشم. به همین باور باشید برادر عزیز. اکم اگه دیگه میرم یا گپ میزنم اما انسان میرم کم است، در سطح پایان است، در سطح کم است و از گفتنش شرم دارم. همین قدر برادر عزیز. و حالا یک زنگ از واتساپ بود نرفته باشند اگر هست. خیلی یک نفر را از واتساپ زنگ زده ایستاده بودن، انتظار کردیم اون کس را میشنویم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آواز من از افسرده است؟ هست، آوازتون صدایتان خوب است. که شفقت جان شما میبخشید همون آدمایی که همین چاپلوس اینا چاپلوس گفتن در کار نه، اینا خرلوسا را گویا که دموکرات چیز سطح تاجیکستان در بین این فکر این گپ شما نه هست چیزی که بین الخلقی در گجو هست بعد گپ زند این خودازدگی های خرلوسا یافت از سر شما باید 5% سطح شما در بروید اقلش درست آدم برای این گپ زدن نمیتونه. فقط مورد کرونا حالا اکی عزیز تشکر به شما. من به خاطر چی گپ نزدم، به خاطر چی حرف نگفتم به این برادر سلیم جان، برای آنکه من به این باور بودم که حرفهایش خطا بودنش را خود مردم، خود شما به او تذکر میدهید و میفهمونید که سر مردم رو گران کنی یعنی چی. حالا خودش به فکرم درک کرد که مردم در چه حالت است. دیگه این مردمی نیست که تو بها میدی میگوی که سر مردم یک نفره با نام شوکت میبراید گرنگ میکند. خاطرت جمع باشد. مردم وقتی که هوشیار شد، مردم وقتی که یک چیز رو میفهمیدگی شد، هیچ کس سری رو گرنگ کرده نمیتواند. آخر 30 سال باز رئیس جمهور سری مردم رو گرنگ کرده نتوانسته است. امروز ما با گرنگ میکنیم برادر. یک حرفای میزنید که حالا ببینید برادر عزیز، اینجا ما میخواهیم از همین سطح بیشتر بفهمیم و بدانیم که کیسه ما را کی خراب کرده ایستاده است. این را دریافت کنیم، از گریبانش بکشیم، بگوییم حق مرا بده، حق مرا بده و بگوییم که دیگه حق مرا ندوست، من به تو کاردار نیستم. اما تو زمانی که حق مردم دزدیده شد، به کیسه مردم چشم لا کرده شد، ما از گپ نمیمونیم. با مردم چیکار کرده ایستادی؟ با کشور چی خدمت کرده ایستادی؟ انا همین رو من خدمت میدونم. اگر بینی که نابینا و چاه است، خاموش بنشینی گناه است. فهمیدی برادر عزیز سلیم جان؟ برکه یابی برادر عزیز. الله مهربان به تو فهم و هوش دهد و بفهمی که این درک را به تو بدهد. الله پاک که بفهمی که ما مردم را گول زده ایستادیم یا در فهمش مردم، در فهمش بیشتری مردم سهم گذاشته ایستادیم. برادر عزیز، از ما گفتن این مردم میداند خودش چیکار کند، گپی کی را بگیرد. حافظ بفرمایید. حافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و شوکت هم برادر سلیم همینجا 3-4 سوالش میدادم فکرم رفتند دیگه. او خواهری که برام بسیار سخت شد. امیدوارم که سخنهای ما را میشنوند. چه مقامات، چه حکومتدارا، چه همین چاپلوساش، امیدوارم که
همین صدای مرا همش میشنوند در همین برنامه شما. بله میشنوم. یکون سخن من همین است که شوکت که برنامه همین رژیم همین اویله همین که همه نرخ نوار قیمت کردگی که مردها ترک وطن کنن 7-8 ماه کار میکنن فکر کنن که اوه بلیت قیمت چی میرن با برگشته اومدن در کاره نمیرود بالای سری زن و مرد و کودک و پیر سروری میکنن. اگر نرخ نوا ارزان شد همه سری پرشید مردم گوزن میشه. ایران نمیخواه رژیم یک باشه. دیومش همه چی را مونوپولیا کردگیان، چه سوزشوریش باشه چه اوزوقواریش باشه چیزی که باشه نباشه همه ای را مونوپولیا کردگی رژیم. بعد سوال ما به همو سالم بود که بود همون برادر همین سوال ما را به جواب میداد که مدومی که حکومت این رژیم این همه ساز باشه تنگ باشه امنیت باشه این مهاجر سال تا سال 26 لیسه ایرو چیه آبادی همیه. بله ما هزاران بار شکرانه الله میکنیم که برادر مبارز بر آمدن ما را بیدار کردن ما را فهموندن که انسان ها بیدار شوید که یک طاغوت در طور سر شما سال تا سال عبیره شما نبیره های شما هم خیلی مسلم قرار میگیره میرود چنگ دستی رژیم خونخوار. ما باید بیدار شویم ما باید زود تا زود باید بیدار شویم. بله بله تشکر. مقیم جان بفرمایید. مقیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. نسبت همون برادری که پیشتر صحبت کردن اکا شوکت جان برادر عزیز گرامی هم شما رو افتاده نشوید. انا هر چیزی که نسبت موی شما گفتن فکر میکنم که خیلی سیرمو هستن لیکن بستری پوش بودن اون برادری صحبت کردن. فکر میکنم که لایق برادری هم ندارن. همینه که توجیک زبانن برامون گرامی است. البته فقط میخواستم یک چیز یادداشت کنم برادر شوکت جان. همین تصوری همون آدم میگم که امروز میگه که همه صد یگان وای نیست شما را تفریق انداز برای مثال خیلی گپای دغل گفتن. یک همین شب و روز ما نفقه مادر من 300 سومونی است. یک لیمچه آور 280 سومونی شده است. این اکنون با همین 300 سومون چی خیلی مادر من زندگی کنن. خیلی کلان سال هم هستن. بله 300 سومون که جو برن در همو بچه جنوبشون تیان یا در همین سلیم بودن که بودن نامشوندهی بودن در خودشون مصرف کنن که 50 سال سابقه کاری دارن. پیش قدم ترین کارگری دوره خودشون بودن. 50 سال به این فهمیش. بله 300 سومونی معاشی نفقه دارن. تصور کنید اخی این جوان این نمیدونم با کدوم رو با کدوم چشم با کدوم عقل در یگم چی طوری نمیگیرد. هر چی فکر کردم روسی همین قدر شما الله صبرتون از زیاده کند. به خدا همین قدر غضبناک هستم که نمیدونم قطعی اینو ما غضبناک نمیشویم برای که ما هدف داریم. هدف ما این است که مردم بیدار شود، مردم حق خودش را طلب کند، مردم پیش برود و نیکو احوالی مردم خوب شود، نه نیکو احوالی یک دایره مخصوص. مردم طرف گردن گیرد، مردم طرف غلام شدن گیرد. فقط یک عائله، فقط یک دایره مخصوص، فقط یک بنده پیش رفته میلیاردر تریلیاردر شده رفتن گیرد. ما این رو نمیخواهیم. ما بدون خستگی، با خستگی ناپذیری، با اینه که از این طرف گم میزنن از هر چپ و راست او میشود، این رو پروا نداریم. ما کوشش میکنیم، غیرت میکنیم، حرکت میکنیم که مردم یک زینه باشد هم بالا رود، فهمش مردم در تلاش حق خودش بالاتر رود، پیشتر رود و حق خودش را طلب کند. یگانه هدف ما این است و هدف اساسی ما از همه اساسیش این است که
برابر حقوقی، شایسته سالاری، مردم سالاری در جامعه تاجیکستان حکم فرما باشد. تشکر زیاد برادر عزیز. حالا نوبت صحبت کردن با برادر مسلم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای شوکت محمد، ما امی مسئله امی دعیوس ده ایرا نامشام گرفتن، برادرم گفتن حیفه خیلی بودم. برای چی برادر؟ برای که خیلی دعیوس ها منافقا فکری تنها خودشو نمیکنن، میگن من سازم، من تنجم، شرایطم 100%. آخر چی بات خطا مسلمان میگیری، خطا توجیک میگیری، این قد توجیک در غریب عذاب مهاجرت پیش شتای روس سبحان الله در شبکه ها کونی لیچ کدگیان دوبینکه زدهستن در همه جا پرفتگیان میره. همین قناموسی همیره تاثیر نمیکنه. همین کسافتی بدبخته که ای خدا بگیره تو باری سلیمه. ترا حیفه، همین نامت حیفه که بو برادر تیمبالی تو فکر نو بیچاره رو نمیکنی. وای اوچه دوره، وای فرزند دوره، وای مادر دوره، پدر دوره. همه اوایو میبینن در تلویزیون، همو رو در یوتیوب تماشا میکنن هم فرزندشونه. دل وایو ریش نمیشوه. یک بار یک ویدیو تماشا کردم، تاجیکا در درین سترویکا گریخته استیان، میگن ما پاتنت داریم، ما رجیستراسیا داریم، همه دکوجات ما قانونیه، نه که ما گریخته میگردیم. و کنی روبر دولت هر وقتی که یه نماینده تاجیکستان میاد روسیه، یه پرابلم در مهاجرا میشه برادر. چیزی هم باشه، یا که یگان پاتنت شونه تنقیسی میکشن برای گرفتن، یا که دپورت سرد میشه، یا که یگان پرابلم هم میشه برادر. برامو امی شما ما میفهم که خیلی هم گوش کردن در کره، لیکن توی درجه نه برادر. همین گپی بزه گفت دفع کنینشون، هم ما رنج دیده، ما زحمت میکشیم، درجه عذاب میکشیم. این خیلی منافقا میبروین مقصد تانه میکنن، گپای ناشایه هم شما را میگن، در حق مهاجرا هم روی میکنن که مقصد همه تنج وطن آباده، مهاجرا یا که شما دروغ میگین، کارای بزه میکنین، چی میکنین؟ فتنه اندازی میکنین. برادر عزیز ببینید، این گونه شخصات وقتی که صحبت میکنند، این صحبت هایشان بهای من نه. پیش از همه وقتی که من صحبت میکنم، این صحبت های من بهای من است و نفری که صحبت میکند از صحبتش بهایش معلوم میشود. و وقتی که شما صحبت کرده ایستادید، این صحبت شما بهای شما است. پیسته بی مغز اگر لب وا کند میگویند رسوا شود. پیسته بی مغز لب وا کند رسوا شود. برای همین هر نفری که در اینجا میبراید گپ میزند، او گپش، سخنش، حرفش بهای خودش است. وقتی که مهاجر بوده است، به مهاجرت آمده است، احوال مهاجران را میدوند، چند مهاجر در داخل وگان تپچند ساخته قبط به قبط برآمده خواب میروند، این را دیدگی است. در چیله زمستان، در زمستان قهرتون که تا 40-50 درجه خنک می شود، از وگان برآمده تا حاجت خانه رفتن 50-60 متر تا آنجا رفتن و حتی همه پرابلم ها رو یک سمان. خود یک قضای حاجت کردن مهاجر چقدر مشکلات دارد. یک خودی قضای حاجت کردنش ببخشید همه پرابلم ها رو دیگه یک سمان. همین را دیدگی است این برادر، همین را میدوند، همش صد است میگوید. وقتی که در کوچه از وگان تا به مغازه میروی، در کوچه آب بینیت در بینیت یخ میکند، آب دهانت در دهانت یخ میکند. همین رو میبینی. بعضی وقت شباده چشم رو کشوده نمیماند. همین رو میدوند. بسیاری از مهاجران ما به لباس گرم خریدن دلشان نمیشود که در اونجا مادرم گرسنه است، دادرم گرسنه است، خواهرم گرسنه است، من اگر دوبلیانکه خرم یا که کرتکه غفص خرم مادرم احوالش چی میشود؟ به همین حالت میگردن. درست است لباس غفصی کارپوشی دارن، اما لباسی که سزاوار باشد به یک مگزین پوشیده روی به یک کوچه برای ندارد بیچاره مهاجر. و این را میدوند، همین دیدگی است. و وقتی که مهاجر بیچاره مگزین میرود،
چیزی ارزان گفته میگردد. چیزی ارزان بیابد که شکمش را فکر کند، یک چند مدت شکمش خوراک طلب نکند. 90% گوشتگی مهاجر در همین حالت است. هفته ها میگذرد گوشت را دیگش نمیبیند. با منته و کلکه با رولتون روزش را میگذراند که پول اکنام کند، مبلغ اکنام کند و به تاجیکستان فرستاند. همین است همش صد. همین است همش صد. همین را دیدگی است. همین را دیدگی است. اکثریت مهاجران ما وقتی بازگشتشان به تاجیکستان یگان قبض سری تن میخرن یا سری لباس میخرن یا نه. بله. مهاجران وقتی بازگشتش به تاجیکستان یک همین خیلی چی میگن اوریت گفتگی گپ هست، یک سر لباسشان رو یک درست کرده خریده میروند. در اصل باشد حالا ما نصیحت میکنیم به تمام مهاجران که در کوچه وقتی که میگردید با لباس درست کردید. از اینه که شما رو پلیس میقپد میبرد، چند هزار طرفتون میکند، جریمهتون میبندد و چقدر شما رو غم میدهد. خوبترش این است که شما سر لباستون رو خوب کنید، در کوچه با سر لباس تازه و آزاده خوب گردید. کم حالت ها می شود که در این حالت شما به دست پلیس فرای یا پلیس طرف شما بیاید به شما اشاره کند که بیست اینجا حجت هایت را برار. آدمانی که با سر لباس آزاده و تازه در کوچه میگردن خیلی کم حالت ها می شود که آنها بازداشت شوند. برای همین این مهاجر بیچاره در این حالت است، کوشش میکند که یک سوم زیاد آراند به تاجیکستان بفرستد، در آنجا آرد خرند، روغن خرند، برنج خرند و اهل پیوندانش فرزندانش گرسنه تشنه نماند. همین را دیده ایستاده است، این همین گپ را گفته است. یعنی در اینجا دو چیز است. یکیش این نفران را مجبور میکنند که همین خیلی گپ زند، مجبور میکنند که همین میبرای همین خیلی گپ میزنی، گپ زند، یا تو اندازه زنبی روز شدگی هستند که واقعا تاجیکستان را بهشت میبینند. این هم درک کردن ممکن است. تشکر به شما برادر مسلم. حالا امین بفرمایید. امین بفرمایید. امین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد من میخواستم یک چیز را قید کنم که وقتی که انسان همو گپی خوب گپ زده، وقتی که انسان بفهمه که انسان کیه، همون گرد نوش اهمیت میده که گرد نوش چخله. مثل وقتی که من کبیری را میخوام که بسنجم کبیری کیه، من محمد اقبال مثال شاگردش مثل محمد اقبال وقتی که گپ میزنه صحبت رونی میکنه، خودش معلومه که کبیری خودش کیه وجه. و کبیری رو ما میفهمیم که تا کدام اندازه را سیاستش فهمیشش چیه. خب وقتی که من شما را مثال میخوام که علم شما فرهنگ شما را یا که سخن رو مثال نیت مقصد شما رو بفهمم، البته ای برنامه هاتون یا که یک برنامه شما رو یک زن میبرد، البته من یکم گوش نکردم لیکن همو چیزش نه صفتش یا که چیزش خودش یک فرهنگ بلند داره همو خواهر. خب دیمش که اومالی خودش یک رژیم پلید است که اگر که مثال ما وقتی که اومالی را بفهمیم که تا کدام اندازه را اومالی کیه، این می سگا خودش معلوم میکنه. این سگا میرن گاو میزنه خودش معلومه که اومالی نمی اومالی. این می اومالی همین فرهنگ داره و همین فلسفی گاوزدی داره. اگر حکومت سالم باشه، مثال حکومت سالم باشه، هیچ وقت مثال یار اجازه گپ زدن در این برنامه ها نمیتیه تا پس چیدن سیاست دولت. این تو اندازه خیلی سگای خیلی چابلوسا وقتی که میرن سخنرانی میکنن، نفرت مردم به همین حکومت زیاد میشود. خودش همین حکومت خودش نشون میده که خودش اصلا سیاست نداره. اگر سیاستی درست داشته باشه، در این برنامه‌ها شخصیت‌ها را که وادار میکنه که مردم به خود جلب کنه، لیکن نداره همین چیزا، همین سیاست نداره، همین خودش خامه دولت نشون میده. دیگه که وقتی که ما برادر ما وقتی که ایو اخلاق آداب سیاست هیچ چیزا رو وقتی طلب میکنیم، ما احمقیم. یا چیز ندارن، یا یک خری نرن، یا خری بور یک الباشن که سری قدرت شتگیان. یا وقتی که ما ایو میگیم که اخلاق طلب میکنیم، آداب صحبت طلب میکنیم، ما احمقیمون نشون میدیم. بعد ما فقط همین که مردم رو وادار کنیم که مردم رو بفهمونیم که
اینا میخه یک ظالم یک الباش برآمده ما را طعنه کرده خودش همو صحبت یکمش خودش اگر ناموس داشته باشه میگه پنه میگه که من مهاجرم وقتی بگه که من مهاجرم خودش میدونه که مهاجر تاجیک ایمینه در همین رسیت چی قدر داره یعنی که چول که یک جمشید رامشود قدر داره اگر کم در اگر ناموس میدوش وای هم میگه پنه میگفت که من مهاجرم همین صحبت نمیکنه خب یا آیا یعنی طلب کردن چیزهای مثال یک فایده خیلی چیزا باید طلب نکنیم ما مناسبت محمد اقبال قطعه همه چاپلوسا ما بسیار معقول شده بسیار معقول شده مناسبت خوب میکند برای که وای باید همه لایقن همه لایقن وقتی که میروی ما در علام میکنه برادر شوخت که یک خری نر یک نه صحبت گابزنی داره میروی یک تنوعی میکنه که انسان سخت میرسه برادر که شما مثلا یک شخصیت ارزنده این در حقیقت میره شما یک تنوعی میکنه که من در علم کرده او بدبخت اگر که مثلا این مادر شه خیلی شخصیت رو اگر مادر شه والله قسم میخورم اگر که یار مادر شه در پیش تجاوز کو مادر شه در پیش تجاوز کو ملی خیلی نمیخوره ملی خیلی انسان وقتی مادر شه در پیش تجاوز کو به ناموس اینقدر بیعور من بسیار حیران میشم که تو این درجه را من میدونم که غلطه نه که تو غلطی خشون نشون میتیم که ما در علام میکنه که مردم در حقیقت در ظلم و در مثال در بلا گرفتارن یا وقتی یک دعوایی میکنن که اگر کم ترک در همون قطره دلشون در کم ترک ناموس داشته باشه همین بدبخت همین گپ نمیگه یک طرز گپ زنه که مثال بگه که ها خیلی مشکلات داریم دولت داری مثال همین خیمش یک طرز گپ زنه نه همه صدای اخی در پدر داخل چه که صدای که چی ما تو مهاجر شدی وقتی که صد باشه آدمی 100% مهاجر میشه میای اینجا عذاب میکشه اینجا میای در مثال چولکه میشه یا که جمشور رمشود میشه خیلی جدا بله تشکر جناب برادر عزیز تشکر واقعا فرمودید محمد علی بفرمایید محمد علی سلام علیکم اکای شوکت و علیکم السلام و رحمت الله یک خواهش داشتم از شما التماس همین برادرایی که همین برادر شما نگیم میشوه ای طرف همین امام علی میبروین همین را التماس آشکار طلب کنی آشکار رنگ دیگر اکای محمد اقبال اکای حسین التماس آشکار همین را طلب کنی چونکه ما بینیم کی هستن اینا بله برادر من با این گفته شما موافق هستم اما یک چیزی رو فهمیدن در کار است حالا ببینید همین با همین حالت برآمده از حکومت جانبداری کردن همین خیلی نفران هم این یک نمودی مظلومی است این نفران من باوری دارم من به این باور هستم که همین اکثریت نفرانی که با جانبداری از حکومت امروزی تاجیکستان برآمد میکنند اینها مظلوم هستند به اینها فرموده می شود که همین خیلی برآمد کنند اگر در تاجیکستان کم است نفرانی که در اطراف رئیس جمهور هستند و چند مرکزهای تحقیقاتی را کرسیش را احاطه کردند رهبری چند دانشگاه ها هستند در دانشگاه ها درس میگویند و هاکذا ها و معاش همین حکومت را میخورند کم است خیلی نفران که با این برنامه ها فرستند در اینجا گپ زنند نه اینها میدونند که اون نفرانی که شخصیت های در دانشگاه درسگو هستند در مرکز های تحقیقاتی کار میکنند اون نفران گوساله های خودشان است و وقتی که اینجا ببرایند مردم سوال بارانشان میکند از آنها حقش رو طلب میکند برای همین با آنها ره نمیدهند که اینجا برایت از نام حکومت گپ زند از حکومت پشتیبانی کند گپ در اینجا است آنها را حکومت گوساله کردگی است من حیرانم به همین نفرانی که در همین حکومت کار میکنند میدونن فهم دارن فهمیدگی هستند که حکومت آنها را گوساله کردگی است دهانشان را بستگی است بجز منفعت یک عائله دیگر به منفعت ملت گپ زدن نمیتوانند همین به خاطر یک برده نان حرام در همینجا گشتن کار کرده بر ضد ملت
بر منفیت یک اویله. اگر بیان در این برنامه ها کار کنند، گپ زنند، از حکومت دفاع کنند، میدونند که مردم چیکارشون میکنند. برای همین نمیبیاید و همین گونه چرت همین نفران کوچگی رو سر میدهد تا اینکه بی آبرو شوند هم هیچ از دست نمیدهند. بی آبرو هم که شدن هیچی از دست نمیدهند. انا برای همین حالا جمشید شریف رو گوش کنیم. جمشید شریف بفرمایید. هستید جمشید؟ میکروفونتون رو فعال کنید جمشید. جمشید میکروفونتون رو فعال کنید. هستید؟ الو؟ جمشید به فکرم که میتونیم ما از اینجا میکروفونشون رو فعال کنیم. بسیار خوب. حالا تماشابینان عزیز، خیلی صحبت کردیم، هر آغاز را انجام است و اینجا چندین نفران هم در واتساپ خواهش کردن. حالا تقریبا 500 خواهشی زنگی گپزنی آمده است. نمیدونیم به اینها امشب به شبش جواب دادن در کار است که چرا نتوانستیم به اینها فرصت بدهیم که زنگشان را قبول کنیم و آنها گپ زنند. و تشکر به آن نفرانی که به استودیو وارد شده صحبت کردند، با ما بودند. تشکر به همه نفرانی که صبر کردند، ما را تماشا کردند تا آخر. تشکر به نفرانی که ما را دستگیری کردند و تگمه لایک را پخش کردند. تشکر به نفرانی که به کانال ما ابونه شده هستند. ما حتما کوشش میکنیم که غیرت میکنیم که شما از ابونه شدن به کانال ما پشیمان نباشید. همیشه برنامه‌های نو به نو را برایتان پیشنهاد کنیم. امیدواریم از روزهای نزدیک باز با نوع دیگری پیشنهاد برنامه‌ها برایتان در خدمت خواهیم بود. انشالله امیدوارم که از این برنامه‌های ما برایتان، برای پیشرویتان، برای فهم درکتان، برای بلند شدن مدار سیاستان خدمت کرده باشیم و این برنامه ما برای این گونه پیشروی های شما مساعدت کرده باشد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.